کتاب دویم پادشاهان باب یکم. داوود از ففت شاول خبر می‌یابد. و بعد از ففت شاول چنین واقع شد که داوود از شکست دادن عمالقیان برگشت و داوود 2 روز در سیقلاگ ایستاد. و در روز سوم چنین واقع شد که اینک شخص از لشکرگاه شاول آمد در حالتی که لباسش دریده و خاک بر سرش پاشیده بود. و همین که وی نزد داوود آمد بر زمین افتاده به او سجده برد. و داوود به وی گفت: از کجا آمده ای؟ وی به او گفت: از لشکرگاه اسرائیل گریختم. و داوود به وی گفت: چه واقعه روی داده است؟ لطفاً به من حکایت نما. وی گفت: قوم از کارزار رو به گریز آوردند و نیز بسیاری از میان قوم فرو غلطیدند و مردند و نیز شاول و پسرش یوناتان مردند. و داوود به جوانی که به او حکایت میکرد گفت: چگونه دانستی که شاول و پسرش یوناتان مردند؟ و جوانی که به او حکایت میکرد گفت: تصادفاً از کوه جلبوع گذر میکردم و اینک شاول بر نیزه خود تکیه می نمود و اینک عرابه ها و سواران به او نزدیک می آمدند. و او به عقبش روی گردانیده مرا دید و مرا دعوت نمود و من گفتم لبی. و او به من گفت: تو کیستی؟ و من به او گفتم: من عمالقی هستم. و او به من گفت: لطفاً نزد من آمده مرا بکش، زیرا رعشه صعب مرا فرا گرفته است، چونکه جانم هنوز در من است. و من نزد او آمده او را کشتم، زیرا دانستم که او بعد از فرو غلطیدنش زنده نخواهد ماند. و افسری را که بر سرش بود و بازوبندی را که بر بازویش بود گرفته آنها را به اینجا نزد آقایم آوردم. و داوود لباسش را گرفته در رانید و نیز همه آدمانی که با او بودند چنین کردند. و برای شاول و پسرش یوناتان و برای قوم خداوند و تمام خاندان اسرائیل نوحه‌گری کردند و گریستند و تا شام روزه داشتند، زیرا که به دم شمشیر افتاده بودند. و داوود به جوانی که به او حکایت کرد گفت: تو از کجا هستی؟ و گفت: من پسر مرد غریب عمالقی هستم. و داوود به وی گفت: چگونه نترسیدی که دستی خود را دراز کرده مسیح خداوند را کشتی؟ و داوود یکی از جوانان را دعوت نموده گفت: نزدیک آمده و را ضربه بزن. و او و را ضربه زد و وی مرد. و داوود به وی گفت: خونت بر گردنت، زیرا که دهانت به مقابل تو شهادت داده گفت که من مسیح خداوند را کشتم. مرثیه داوود درباره ففت شاول و یوناتان. و داوود درباره شاول و پسرش یوناتان با این مرثیه نوحه کرد و گفت: کمانداری را به بنی یهودا تعلیم باید داد، اینک آن در کتاب یاشار نوشته شده است: حشمت تو ای اسرائیل بر بلندی هایت شهید گردید. پهلوانان چگونه فرو غلطیدند. در جد حکایت نکنید، در کوچه های اشقلون بشارت ندهید، مبادا دختران فلیشتی شادی کنند. مبادا دختران نامختونان به وجد آیند. ای کوههای جلبوعه، بگذار بر شما نه شبنم ببارد و نه باران و نه کشتزار برای هدیه ها باشد، زیرا که در آنجا سپر پهلوانان سپر شاول پلید گردیده است، به آنکه با روغن تدهین کرده شده باشد. کمان یوناتان به خون شهیدان، به چربوی پهلوانان عقب نرفته است و شمشیر شاول تهی برنگشته است. شاول و یوناتان که در حیات خود محبوب و مهربان بودند، در ممات خود نیز از یکدیگر جدا نشدند. از عقابان چابکتر، از شیران پرزورتر بودند. ای دختران اسرائیل، برای شاول گریه کنید که او شما را کرته‌های ارغوانی رنگ و اسباب زینت می پوشانید و زیور طلا بر لباستان می گذاشت. پهلوانان اندرون کارزار چگونه فرو غلطیدند. ای یوناتان، تو بر بلندی های خود شهید شده ای. من برای تو اندوهگینم ای برادرم یوناتان، تو با من بغایت مهربان بودی.
محبت تو برای من پرزورتر از محبت زنان بود. پهلوانان چگونه فرو غلطیدند و قوت حربی چگونه تلف گردیده است. کتاب دوم پادشاهان باب دوم. مردان یهودا داوود را همچون پادشاه پیشواز می گیرند. و بعد از آن چنین واقع شد که داوود از خداوند پرسیده گفت: آیا به یکی از شهرهای یهودا برایم؟ و خداوند به او گفت: برو. و داوود گفت: و کجا برایم؟ گفت: به هبرون. و داوود به آنجا برآمد و دو زنش نیز، اهینوام اسرائیلی و ابیجیل زنی نابال کرملی. و داوود آدمانی را که با او بودند با اهل بیت هر یک برآورد و آنها در شهرهای هبرون ساکن شدند. و مردان یهودا آمده در آنجا داوود را تدهین نمودند تا که بر خاندان یهودا پادشاه باشد. و به داوود خبر داده گفتند: مردم یابیش گلعاد شاول را دفن کردند. و داوود قاصدان را نزد مردم یابیش گلعاد فرستاده به آنها گفت: شما از جانب خداوند مبارک باشید برای آنکه به آقای خود شاول چنین احسان نموده او را دفن کرده اید. و الحال بگذار خداوند به شما با احسان و صداقت پاداش دهد و من نیز به شما چنین نیکی خواهم نمود برای آنکه این کار را کرده اید. و الحال بگذار دستهای شما قوی باشد و شما دلیر باشید، زیرا که آقای شما شاول مرده است و نیز مرا خاندان یهودا بر خود و پادشاهی تدهین کردند. ابنیر ایشبوشیت را بر 11 سبط پادشاه می‌گرداند. ولیکن ابنیر ابن نیر که سرلشکری شاول بود، پسر شاول ایشبوشیت را گرفته او را به مهنائیم گذرانید و او را بر گلعاد و بر اشوری و بر اسرائیل و بر افرایم و بر بنیامین و بر تمام اسرائیل پادشاه گردانید. ایشبوشیت ابن شاول وقتی که بر اسرائیل پادشاه گردید 40 ساله بود و 2 سال پادشاهی کرد. فقط خاندان یهودا در تابعیت داوود بودند. و مدت ایامی که داوود در هبرون بر خاندان یهودا پادشاه بود 7 سال و 6 ماه بود. و ابنیر ابن نیر و نفکران ایشبوشیت ابن شاول از مهنائیم به جبعون بیرون آمدند. و یوآب ابن سرویا و نفکران داوود بیرون آمده نزد حوض جبعون با آنها وا خوردند و اینها در این طرف حوض و آنها در آن طرف حوض جایگیر شدند. و ابنیر به یوآب گفت: بگذار جوانان برخیزند و پیش ما بازی کنند. و یوآب گفت: بگذار برخیزند. و آنها برخاسته موافق شما را عبور کردند. 12 نفر برای بنیامین و برای ایشبوشیت ابن شاول و 12 نفر از نفکران داوود. و هر یک سری حریفش را داشته شمشیر خود را به بقین وی زد و یک جایه فرو غلطیدند و به این سبب آن مکان که در جبعون است حلقت حصوریم نامیده شده است. و در آن روز حرب و ضرب بغایت سخت به عمل آمد و ابنیر و مردان اسرائیل پیش نفکران داوود مغلوب گردیدند. و 3 پسر سرویا، یوآب و ابیشای و اسائیل در آنجا بودند. و اسائیل مثل آهوی صحرا تیزپا بود. و اسائیل ابنیر را تعقیب نمود و در دنبالگیری ابنیر به طرف راست یا چپ میل نکرد. و ابنیر به عقب نظر انداخته گفت: آیا این توی اسائیل؟ گفت: منم. و ابنیر به او گفت: به طرف راست یا چپ خود میل کرده یکی از این جوانان را دستگیر نما و لباس و اسلحه و را برای خود بگیر. ولی اسائیل نخواست که از عقب او دویدنش را بس کند. و بار دیگر ابنیر به اسائیل گفت: از عقب من دویدنت را بس کن. مبادا تو را زده به زمین غلطانم و من چگونه روی خود را به برادرت یوآب نشان میدیم. ولی او دویدن را بس نکرد و ابنیر او را با کنی نیزه خود به شکمش زد و نیزه از پشتش زده برآمد و او در آنجا افتاده جا به جا مرد. و هر کس که به مکان افتادن و مردن اسائیل می آمد
حیران شده می ایستاد. ولی او دویدن را بس نکرد و ابنیر او را با کونی نیزه خود به شکمش زد و نیزه از پشتش زده برآمد و او در آنجا افتاده جا به جا مرد. و هر کس که به مکان افتادن و مردن اسرائیل می آمد حیران شده می ایستاد. و یوآب و ابیشای ابنیر را تعقیب کردند و برابر فرو رفتن آفتاب آنها به تل اما که رو بر روی جهه می باشد با راه بیابان جبعون رسیدند. و بنی بنیامین نزد ابنیر جمع آمده یک گروه شدند و بر قله یک تل ایستادند. و ابنیر یوآب را دعوت نموده گفت: آیا شمشیر تا ابد به هلاکت رساند؟ آیا نمی دانی که عاقبت کار به تلخی خواهد انجامید؟ و تا به کی به قوم نمی گویی که برادران خود را دیگر دنبالگیری نکنند؟ و یوآب گفت: قسم به حیات خدا که اگر تو آن سخنان را نمی گفتی، از خود صبح قوم دنبالگیری برادران خود را بس می کردند. و یوآب شاخ نواخت و تمام قوم ایستادند و اسرائیلیان را دیگر تعقیب نکردند و جنگ را دیگر دوام ندادند. و ابنیر و آدمانش تمام آن شب در صحرا راه رفته از اردن گذشتند و تمام بیترون را طی کرده و مهنایم آمدند. و یوآب از دنبالگیری ابنیر برگشته تمام قوم را جمع کرد و از نفکران داوود غیر از اسائیل 19 نفر کم بودند. و نفکران داوود بنیامینیان و آدمان ابنیر را ضربه زدند که از آنها 360 نفر مردند. و اسائیل را برداشته بردند و او را در مقبره پدرش که در بیت لحم است دفن کردند. و یوآب و آدمانش تمام شب راه پیموده برابر دمیدن صبح به هبرون رسیدند. کتاب دوم پادشاهان باب 3. خانواده داوود در هبرون. و در میان خاندان شاول و خاندان داوود جنگ ایام زیاد دوام کرد. و داوود تا رفت قدرت می یافت ولی خاندان شاول تا رفت سست می شدند. و برای داوود در هبرون پسران تولد یافتند و نخوزاده او امنون از اهینوام اسرائیلی بود. و دویمش کلعاب از ابیجیل زن نابال کرملی. و سیومش ابشالوم ابن معکا که وی دختری تلمای پادشاه جشور بود. و چهارمش ادونیا ابن حجید و پنجمش شفتیا ابن ابیطال. و ششمش یترام از اجلا زن داوود. اینها برای داوود در هبرون تولد یافتند. و هنگامی که جنگ در میان خاندان شاول و خاندان داوود دوام می‌کرد، تأثیر ابنیر در خاندان شاول زیادتر می‌شد. ابنیر داوود را طرفداری کرد. و شاول سوریه‌ای داشت که نامش ریسفا بنت ایاب بود و ایشبوشت به ابنیر گفت: چرا نزد سوریه پدرم در آمدی؟ و ابنیر از سخنان ایشبوشت بغایت خشمگین شده گفت: آیا من کله سگ در یهودا هستم؟ من امروز به خاندان پدرت شاول و به برادران و دوستانش احسان نمودم و تو را به دست داوود نسپردم و تو امروز برای این زن گناه به گردن من بار میکنی؟ خدا به ابنیر چنین و زیاده از این بکند اگر من آنچه را که خداوند برای داوود قسم خورده است برایش به عمل نآورم، تا که سلطنت را از خاندان شاول گذرانیده تخت داوود را بر اسرائیل و بر یهودا از دان تا بیرشابه برقرار نمایم. و ایشبوشت دیگر نتوانست در جواب ابنیر چیزی گوید چون که از وی میترسید. و ابنیر در حال قاصدان را نزد داوود فرستاده گفت: این زمین از آن کیست؟ بنابراین تو با من عهد ببند و اینک دست من با تو خواهد بود تا که تمام اسرائیل را به طرف تو بگذرانم. و داوود گفت: خوب شده است، من با تو عهد خواهم بست، اما یک چیز را من از تو میطلبم، یعنی تو روی مرا نخواهی دید اگر اول وقتی که برای دیدن من بیایی میکل بنت شاول را با خود نآوری. و داوود قاصدان را نزد ایشبوشت ابن شاول فرستاده گفت:
زن من میکل را که در عوض 100 غلافک فلیشتیان برای خود گرفتم بده. و ایشبوشت فرستاده و را از شوهرش از فلتیل ابن لایش گرفت و شوهرش همراهش رفته در عقیبش گریه کنان تا به هوریم قدم زد. و ابنیر به او گفت گشته رو. و او برگشت. و ابنیر به پیران اسرائیل سخن رانده گفت هم دیروز و هم پریروز شما طلبگار آن بودید که داوود بر شما پادشاه باشد. و الحال این را به عمل آورید، زیرا که خداوند به داوود سخن رانده گفته است و واسطه بندم داوود قوم خود اسرائیل را از دست فلیشتیان و از دست همه دشمنانشان نجات خواهم داد. و ابنیر به گوش بنیامینیان نیز این سخنان را گفت و ابنیر به هبرون نیز رفت تا آنچه را که در نظر اسرائیل و در نظر تمام خاندان بنیامین خوب است به گوش داوود بگوید. و ابنیر نزد داوود به هبرون آمد و 20 مرد همراه او بودند. و داوود برای ابنیر و مردانی که همراهش بودند ضیافت آراست. و ابنیر به داوود گفت برخواسته می روم و تمام اسرائیل را نزد آقایم پادشاه جمع می آورم و آنها با تو عهد خواهند بست و تو به مدعای طبع خود پادشاهی خواهی کرد. و داوود ابنیر را فرستاد و او به سلامتی برفت. و اینک نوکران داوود با یوآب از تخت و تاز برگشتند و غنیمت زیادی با خود آوردند. و ابنیر نزد داوود در هبرون نبود، زیرا او را فرستاده بود و او به سلامتی رفته بود. و هنگامی که یوآب و تمام لشکری که با او بودند آمدند و یوآب خبر داده گفتند ابنیر ابن نیر نزد پادشاه آمده بود و او را فرستاد و او به سلامتی برفت. و یوآب نزد پادشاه آمده گفت چی کردی؟ اینک ابنیر نزد تو آمده است. چرا او را فرستاده ای و او رفته است؟ تو آخر ابنیر ابن نیر را می دانی که او آمده است تا که تو را فریب دهد و از درآبرای تو وقوف یابد و از هر کاری که تو میکنی خبردار شود. و یوآب از پیش داوود برآمده قاصدان را از پی ابنیر فرستاد و آنها او را از بورسیرا برگردانیدند در صورتی که داوود از این بیخبر بود. یوآب ابنیر را میکشد. و هنگامی که ابنیر به هبرون برگشت، یوآب او را اندرون دروازه به کنار برد تا که با او مخفیانه سخن راند و در آنجا برای خون برادرش اسائیل و شکم او ضربه زد و او مرد. و داوود بعد از آن شنیده گفت من و سلطنت من به حضور خداوند از خون ابنیر ابن نیر تا ابد بری هستیم. بگذار آن بر سر یوآب و تمام خاندان پدرش افتد. و بگذار کسی گرفتار سوزاک و کسی مخوی و کسی بر عصا تکیه کننده و کسی به دم شمشیر افکنده و کسی محتاج نان از خاندان یوآب هرگز کم نشود. و یوآب و برادرش ابیشای ابنیر را برای آن کشتند که برادرشان اسائیل را در جنگ نزد جبعون کشته بود. و داوود به یوآب و تمام قومی که با او بودند گفت لباس خود را درانیده و پلاس پوشیده برای ابنیر نوحه نمایید. و پادشاه داوود از عقب تابوت روانه شد. و ابنیر را در هبرون دفن کردند و پادشاه آواز خود را بلند کرده نزد قبر ابنیر گریست و تمام قوم گریستند. و پادشاه برای ابنیر مرثیه خوانده گفت نخواد که ابنیر مثل یک سفیل بمیرد، دستهایت بسته نشده است و پایهایت زولانه زده نشده است، تو مثل کسی که از دست بدکرداران افتاده باشد افتاده ای. و تمام قوم باز برای او گریستند. و تمام قوم آمدند تا که داوود را نان بخورانند در صورتی که هنوز روز بود. ولی داوود قسم خورده گفت خدا با من چنین و زیاده از این بکند اگر من پیش از فرو رفتن آفتاب نان یا چیزی دیگری بخورم. و تمام قوم این را درک کردند و این به نظرشان پسند آمد، چنان که هرچی پادشاه میکرد به نظر تمام قوم پسند می آمد.
و تمام قوم و تمام اسرائیل در آن روز دانستند که کشتن ابنیر ابن نیر از جانب داوود نبود. و پادشاه به نفکرانش گفت: شما آخر می دانید که سرور و مرد بزرگ امروز در اسرائیل فرو غلطیده است. ولی من امروز سست هستم، اگرچه به پادشاهی تدهین کرده شدم و حالان که این آدمان پسران سرویا از من قوی ترند. بگذار خداوند به بدکار بر طبق بدکرداری وی پاداش دهد. کتاب دوم پادشاهان باب 4. کشته شدن اشبوشت. و چون ابن شاول شنید که ابنیر در هبرون مرده است، دستهایش سست شد و تمام اسرائیل به اضطراب آمدند. و ابن شاول دو مرد داشت که سرداران فوجها بودند. نام یک بعنا و نام دیگر رکاب بوده. آنها پسران ریمون بیروتی از بنی بنیامین بودند، زیرا که بیروت نیز به بنیامین تعلق داشت. و بیروتیان به جتائیم گریخته رفتند و تا امروز در آنجا اقامت دارند. و یوناتان ابن شاول پسری لنگ داشت. او 5 ساله بود که خبری شاول و یوناتان از اسرائیل رسید و دایه‌اش او را برداشته گریخت و هنگامی که وی به گریختن شتاب می نمود، او افتاده لنگ شد و نامش مفیبوشت بود. و پسران ریمونی بیروتی، ریکاب و بعنا رفته در وقت گرمی روز به خانه اشبوشت رسیدند و او در خواب پیشینی بود. و آنها با بهانه گرفتن گندم به درون خانه در آمده و شکم او ضربه زدند و ریکاب و برادرش بعنا گریختند. وقتی که به خانه در آمدند، او در خانه خواب بر بسترش خوابیده بود و آنها او را ضربه زده کشتند و سرش را از تنش جدا کرده گرفتند و تمام شب در صحرا راه پیمودند. و سر اشبوشت را نزد داوود به هبرون آورده به پادشاه گفتند: اینک سر اشبوشت ابن شاول دشمنت که قصد جان تو داشت و امروز خداوند انتقام آقای ما پادشاه را از شاول و نسل وی گرفته است. و داوود بر ریکاب و برادرش بعنا پسران ریمون بیروتی جواب گردانده با آنها گفت: قسم به حیات خداوند که جان مرا از هر تنگی رهانیده است. هنگامی که شخص به من خبر داده گفت: اینک شاول مرده است و خود را مژدوار می پنداشت، من ورا گرفته در سقلاج کشتم و حالان که وی امیدوار بود که من به وی مژدگانی خواهم داد. علل خصوص حالا که شخصانی شریر مردی بیگناه را در خانهش بر بسترش کشتند، نخواد که من خون او را از دست شما طلب نکنم و شما را از روی زمین محو ننمایم. و داوود به نفکرانش امر فرمود و آنها را کشته دستها و پایهاشان را قطع کردند، جسدهاشان را نزد حوض هبرون آویختند و سر اشبوشت را گرفته در قبر ابنیر در هبرون دفن کردند. کتاب دوم پادشاهان باب 5. داوود بر اسرائیل پادشاه می شود. و همه سبطهای اسرائیل نزد داوود به هبرون آمدند و سخن رانده گفتند: اینک ما استخوان و گوشت تو هستیم. دیروز و پریروز نیز وقتی که شاول بر ما پادشاه بود، تو اسرائیل را بیرون می بردی و اندرون می آوردی. و خداوند به تو گفته بود: تو قوم من اسرائیل را خواهی چرانید و تو بر اسرائیل رئیس خواهی بود. و همه پیران اسرائیل نزد پادشاه به هبرون آمدند و پادشاه داوود با آنها در هبرون به حضور خداوند عهد بست و داوود را به پادشاهی بر اسرائیل تدهین کردند. داوود وقتی که پادشاه شد 30 ساله بود. 40 سال پادشاهی کرد. در هبرون 7 سال و 6 ماه بر یهودا پادشاهی کرد و در یروشلیم 33 سال بر تمام اسرائیل و یهودا پادشاهی کرد. یروشلیم پایتخت مملکت متحده. و پادشاه با آدمانش به یروشلیم به مقابل یبوسیان که ساکنان این زمین بودند رفت، ولی آنها به داوود سخن رانده گفتند: به اینجا داخل نخواهی شد مگر اینکه اول کوران و لنگان را دور سازی. یعنی داوود به اینجا داخل نخواهد شد. و داوود قلعه سیان را ضبط کرد که همان شهر داوود است. و داوود در آن روز گفت: هر کی یبوسیان را بزند و به قبور آبگذر برسد،
بگذار لنگان و کوران را نیز که برای جان داوود منفور هستند بزند. بنابراین میگویند کور و لنگ به خانه داخل نخواهند شد. و داوود در قلعه ساکن شد و آن را شهر داوود نامید. و داوود گرداگردی آن از میلو گرفته تا اندرون شهر حصار بنا کرد. و داوود تا رفت بیشتر کامیاب و بزرگ می گردید و خداوند خدای لشکرها با او بود. و هیرام پادشاه سور نزد داوود قاصدان و درختان ارز و نجاران و سنگتراشان را فرستاد و آنها برای داوود خانه بنا کردند. و داوود درک نمود که خداوند او را به پادشاهی بر اسرائیل استوار گردانیده است و سلطنت او را به خاطر قوم خود اسرائیل بلند برداشته است. و داوود بعد از آن که از هبرون آمد باز سوریگان و زنان از یروشلیم گرفت و باز برای داوود پسران و دختران تولد یافتند. و این است نامهای آنهایی که برای او در یروشلیم تولد یافتند: شموعه و شوباب و ناتان و سلیمان و یبحار و الیشوعه و نافک و یافیه و الیشامه و الیادا و الیفالت. جنگ با فلیشتیان. و چون فلیشتیان شنیدند که داوود را به پادشاهی بر اسرائیل تدهین نمودند، همه فلیشتیان برآمدند تا که داوود را بجویند. و داوود این را شنیده به قلعه فرود آمد. و فلیشتیان آمده در وادی رفایم جایگیر شدند. و داوود از خداوند پرسیده گفت: آیا به مقابل فلیشتیان برایم؟ آیا آنها را به دست من خواهی سپرد؟ و خداوند به داوود گفت: برو، زیرا که فلیشتیان را حتما به دستت خواهم سپرد. و داوود به بعل فراسیم آمد و در آنجا داوود به آنها شکست رسانده گفت: خداوند دشمنانم را از پیشم محو نمود، چنان که سیلاب محو می نماید. بنابراین نام آن مکان بعل فراسیم خوانده شده است. و بتهای خود را در آنجا پرتافته رفتند و داوود و آدمانش آنها را برداشته بردند. و بار دیگر فلیشتیان برآمده در وادی رفایم جایگیر شدند. و داوود از خداوند پرسید و او گفت: نه برو، بلکه از عقبشان دور زده از جانب درختان توت به آنها نزدیک شو. و همین که عکسی صدای قدمها را در سر درختان توت بشنوی، در حال به هجوم شتاب نما، زیرا که آنگاه خداوند پیشاپیش تو بیرون خواهد آمد تا که به لشکر فلیشتیان شکست رساند. و داوود آنچنان که خداوند به او امر فرمود عمل نمود و به فلیشتیان از جبعه تا درآمدگاه جازر ضربه رسانید. کتاب دوم پادشاهان باب 6. غمخواری داوود درباره آوردن صندوق خدا به یروشلیم. و بار دیگر داوود همه گزینان اسرائیل را به مقدار 30,000 نفر جمع کرد. و داوود و تمام قومی که همراهش بودند برخاسته از بعلای یهودا روانه شدند تا که صندوق خدا را از آنجا بیارند که آن به اسم خداوند لشکرها که بر کروبیان نشسته است نامیده شده بود. و صندوق خدا را بر عرابه نو گذاشتند و آن را از خانه امیناداب که در جبعه می باشد برآوردند. و اوزا و احیو پسران امیناداب عرابه نو را می راندند. و آن را از خانه امیناداب که در جبعه است با صندوق خدا برآوردند و احیو پیشاپیش صندوق می رفت. و داوود و تمام خاندان اسرائیل با هر نوع اسباب چوب صرف، با بربط و عود و دف و دهل و شقشقه ها به حضور خداوند بازی می کردند. و هنگامی که به خرمنگاه ناکون رسیدند، اوزا دستش را به صندوق خدا دراز کرده آن را نگاه داشت، زیرا که گاوان آن را یک طرفه گردانیده مایل به افتادن کرده بودند. و خشم خداوند بر اوزا علنگه زده، خدا او را در آنجا برای دست درازیش ضربه زد و او در آنجا نزد صندوق خدا مرد. و داوود غمگین شد که خداوند اوزا را ضربه زد و آن مکان تا امروز فارس اوزا نامیده می شود. و داوود در آن روز از خداوند ترسیده گفت: صندوق خداوند نزد من چگونه بیاید؟
و داوود نخواست که صندوق خداوند را نزد خود به شهر داوود ببرد و داوود آن را به خانه عبید ادوم جتی روانه کرد. و صندوق خداوند در خانه عبید ادوم جتی 3 ماه ماند و خداوند عبید ادوم و تمام خاندان او را برکت داد. آوردن صندوق. و به پادشاه داوود خبر داده گفتند خداوند خاندان عبید ادوم و تمام دارایی او را برای صندوق خدا برکت داده است. و داوود رفته صندوق خدا را از خانه عبید ادوم با شادی به شهر داوود آورد. و همین که بردارندگان صندوق خداوند 6 قدم راه رفتند، او گاو و قشقار قربانی کرد. و داوود با تمام قوتش به حضور خداوند می رقصید و داوود ایفود کتان در بر کرده بود. و داوود و تمام خاندان اسرائیل صندوق خداوند را با ندای شادی و صدای شاخ برداشته بردند. و هنگامی که صندوق خداوند به شهر داوود داخل می شد، میکال بنت شاول از تیریزه نگاه کرده پادشاه داوود را دید که به حضور خداوند جست و خیز و رقص می کند و در دل خود از او نفرت نمود. و صندوق خداوند را آورده اندرون خیمه‌ای که داوود برای آن برپا کرده بود، آن را در مکانش گذاشتند. و داوود به حضور خداوند قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی آورد. وقتی که داوود آوردن قربانی‌های سوختنی و قربانی‌های سلامتی را به انجام رسانید، قوم را به اسم خداوند لشکرها برکت داد و به تمام قوم و تمام عامه اسرائیل از مرد تا زن به هر کس 1 تن، 1 پارچه گوشت و 1 کلچه مویزی تقسیم کرده داد و تمام قوم خانه به خانه رفتند. و داوود برگشت تا که اهل بیت خود را برکت دهد. و میکال بنت شاول به پیشواز داوود برآمده گفت پادشاه اسرائیل امروز چقدر عزت یافت وقتی که خود را پیش نظر کنیزان و نوکرانش برهنه کرد، چنان که یک شخص بی ملاحظه خود را برهنه می کند. و داوود به میکال گفت این به حضور خداوند بود که او مرا نظر به پدرت و تمام خاندانش برتری داد تا که مرا بر قوم خداوند بر اسرائیل رئیس گرداند و من به حضور خداوند رقص و بازی خواهم کرد و از این هم زیادتر خود را ناچیز خواهم گردانید و در نظر خودم سفیل خواهم شد، ولی پیش کنیزان که تو در باره آنها سخن راندی پیش آنها من عزت خواهم یافت. و میکال بنت شاول تا روز وفاتش فرزند نداشت. کتاب دوم پادشاهان باب 7. داوود نیت دارد که معبد بنا کند. و هنگامی که پادشاه در خانه خود می نشست و خداوند او را از دشمنان گرد و پیشش آرام کرده بود، پادشاه به ناتان نبی گفت لطفاً ببین که من در خانه ارضی ساکن هستم، ولی صندوق خدا اندرون چادر ساکن است. و ناتان به پادشاه گفت هر آنچه در دلت باشد برو به عمل آور، زیرا که خداوند با توست. عهد خدا با داوود. ولی در همان شب کلام خداوند بر ناتان نازل شده گفت رفته به بنده من داوود بگوی خداوند چنین میگوید آیا تو خانه برای سکونت من بنا میکنی؟ من آخر از روزی که بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردم تا امروز در خانه ساکن نشدم، بلکه در خیمه و مسکن گردش کردم. در هر جایی که با تمام بنی اسرائیل گردش کردم، آیا به یگان پیشوای اسرائیل که ترانیدن قوم خود اسرائیل را به وی امر فرموده بودم سخن به زبان رانده گفتم چرا برای من خانه ارضی بنا نکردید؟ و الحال به بنده من داوود چنین بگوی خداوند لشکرها چنین میگوید من تو را از چراگاه از عقیب گوسفندان گرفتم تا که بر قوم من اسرائیل رئیس باشی و به هر جایی که می رفتی با تو بودم و همه دشمنانت را از پیش تو محو نمودم و برای تو نام بزرگ مثل نام بزرگانی که در دنیا هستند به وجود آوردم و برای قوم خود اسرائیل مکان مقرر نمودم و آنها را شناندم تا که در آن ساکت گردیده دیگر بی‌ضابطه نشوند و بدکاران دیگر آنها را به تنگ نآورند مثل آن که در زمان پیش بود.
و مثل ایامی که داوران را بر قوم خود اسرائیل تعیین کرده بودم و من به تو از همه دشمنانت آرامی دادم و خداوند به تو خبر می دهد که خداوند برای تو خانه بینا خواهد کرد. و هنگامی که روزهای تو انجام یافته تو با پدران خود بخوابی، من نسل تو را که از کمر تو بیرون آید بعد از تو پایدار گردانیده سلطنت و را مستحکم خواهم نمود. وی به اسم من خانه بینا خواهد کرد و من تخت سلطنت و را تا ابد پایدار خواهم گردانید. من برای وی پدر خواهم بود و وی برای من پسر خواهد بود و اگر وی گناه کند من ورا با کلتک مردان و با ضربه های بنی آدم جزا خواهم داد. ولی مرحمت من از وی دور نخواهد شد، چنان که آن را از شاول دور کرده او را برای تو رد نمودم. و خانه تو و سلطنت تو و حضورت تا ابد قائم خواهد بود. تخت تو تا ابد پایدار خواهد بود. همه این سخنان و تمام این رؤیا را ناتان به داوود حکایت کرد. دعای داوود. و پادشاه داوود آمده به حضور خداوند نشست و گفت: ای خداوند خدا، من کیستم و خانه من چیست که مرا به این مرتبه رسانده ای؟ و این باز در نظرت ای خداوند خدا کم نموده است و تو درباره آینده دور خاندان بندت نیز سخن رانده ای. آیا این مرتبه بلند آدم نیست ای خداوند خدا؟ و داوود دیگر به تو چی میتواند بگوید؟ تو آخر بنده خود را میشناسی ای خداوند خدا. و خاطر کلام خود و بر طبق دل خود تمام این بزرگی را به عمل آورده ای تا که بنده خود را آگاه نمایی. بنابراین تو ای خداوند خدا بزرگ هستی، زیرا موافق هر آنچه ما با گوشهای خود شنیده ایم چیزی مانند تو نیست و جز از تو خدای نیست. و کیست که مثل قوم تو اسرائیل باشد که آنها بر روی زمین قوم یگانه هستند که از برایشان خدا آمده است تا که آنها را فدیه داده گرفته برای خود قوم گرداند و اسم برای خود پیدا کند و کارهای بزرگ برای آنها و کارهای سهمگین برای زمین خود بجا آورد تا که تو خلقها و خدایان آنها را از پیش قوم خود که از مصر برای خود فدیه داده گرفته ای به در بیرانی و قوم خود اسرائیل را برای خود پایدار گرداندی تا که آنها تا ابد قوم تو باشند و تو ای خداوند خدای آنها شدی. و الحال ای خداوند خدا، کلامی را که درباره بنده خود و خاندان وی به زبان رانده ای تا ابد پایدار گردان و آنچه گفته بجا آور. و اسم تو بگذار تا ابد معظم باشد تا بگویند خداوند لشکرها خدا بر اسرائیل است و خاندان بنده داوود بگذار به حضور تو پایدار باشد. از بس که تو ای خداوند لشکرها خدای اسرائیل گوشرسی بنده خود نموده گفته ای برای تو خانه بینا خواهم کرد، بنابراین بنده در دل خود جرأت پیدا کرد که این دعا را نزد تو بگوید. و الحال ای خداوند خدا، تو خدا هستی و سخنانت راست است و تو درباره بنده خود این نیکی را به زبان رانده ای. و الحال توجه نموده خاندان بنده‌ات را برکت بده تا که آن تا ابد در حضور تو باشد، زیرا که تو ای خداوند خدا سخن رانده ای و خاندان بنده‌ات از برکت تو تا ابد مبارک خواهد بود. کتاب دوم پادشاهان باب 8. پایدار شدن سلطنت داوود، غلبه های او. و بعد از این داوود به فلیشتیان ضربه رسانیده آنها را مغلوب کرد و داوود اینان اختیار پایتخت فلیشتیان را از دستشان گرفت و به موآب شکست رسانید و آنها را به زمین خوابانیده با ارغمچین چین کرد و 2 ارغمچین برای کشتن چین کرد و 1 ارغمچین برای زنده نگاه داشتن و موآبیان بندگان خراجگزار داوود گردیدند. و داوود به هدد آزر ابن رهوب پادشاه سوبا وقتی که وی می رفت تا حکمرانی خود را نزد نهر فرات از نو برقرار نماید شکست رسانید. و داوود 1700 سواره و 20,000 پیاده از وی گرفت. و داوود همه اسبهای عرابه های و را پی کرد، ولی از آنها برای 100 عرابه نگاه داشت.
و ارمیان دمشق به مدد هددآزر پادشاه سوبا آمدند و داوود از ارمیان 22,000 نفر را کشت. و داوود در ارمی دمشق والیان را گذاشت و ارمیان بندگان خراجگزار داوود گردیدند و خداوند داوود را به هر جایی که می رفت یاوری می نمود. و داوود سپرهای طلا را که بر نوکران هددآزر بود گرفته به یروشلیم آورد. و از باته و بیروته که شهرهای هددآزر بود داوود میس بغایت بسیاری گرفت. و تویی پادشاه حماد شنید که داوود تمام لشکر هددآزر را مغلوب کرده است و تویی پسر خود یورام را نزد پادشاه داوود فرستاد تا که به او سلام رساند و او را مبارکباد گوید و مناسبت آن که با هددآزر جنگ کرده و را مغلوب نموده است، زیرا که هددآزر و مقابل تویی بسیار می جنگ. و در دست یورام ظرفهای نقره و ظرفهای طلا و ظرفهای مس بود. و پادشاه داوود آنها را نیز برای خداوند وقف نمود با یک جایگی نقره و طلایی که از همه خلقهای مغلوب کرده خود گرفته وقف نموده بود، یعنی از ارم و موآب و بنی عمون و فلیشتیان و امالق و از غنیمت هددآزر ابن رهوب پادشاه سوبا. و داوود شهرت پیدا کرد وقتی که از شکست دادن 18,000 ارمیان در وادی نمک برمیگشت. و در ادوم والیان را گذاشت، در تمام ادوم والیان را گذاشت و همه ادومیان بندگان داوود گردیدند. و خداوند داوود را به هر جایی که می رفت یاوری می نمود. و داوود در تمام اسرائیل پادشاهی می کرد و داوود بر تمام قوم خود داوری و انصاف را به عمل می آورد. و یوآب ابن سرویا سرلشکر بود و یهوشافاط ابن اهیلود و قوه نویس و صادوق ابن اهیتوب و اهیملک ابن ابیاتار کاهن بودند و سرایا کاتب بود. و بنایا ابن یهویادا بر کریتیان و فلیتیان سردار بود و پسران داوود صدرنشین بودند. کتاب دوم پادشاهان باب 9. داوود و مفیبوشت. و داوود گفت: آیا کسی باز از خاندان شاول باقی مانده است تا که به خاطر یوناتان به وی احسان نمایم؟ و در خاندان شاول نفکری بود که سیبا نام داشت و او را نزد داوود خواندند و پادشاه به او گفت: آیا تو سیبا هستی؟ گفت: بنده تو هستم. و پادشاه گفت: آیا کسی باز از خاندان شاول هست تا که به وی احسان خدا را به عمل آورم؟ و سیبا به پادشاه گفت: باز پسر یوناتان هست که پاهایش لنگ است. و پادشاه به او گفت: وی کجاست؟ و سیبا به پادشاه گفت: اینک وی در خانه ماکر ابن امیئیل در لودبار می باشد. و پادشاه داوود فرستاده و را از خانه ماکر ابن امیئیل از لودبار گرفت. و مفیبوشت ابن یوناتان ابن شاول نزد داوود آمد و بر روی خود افتاده به او سجده برد و داوود گفت: ای مفیبوشت. گفت: اینک بنده تو. و داوود به وی گفت: نترس، زیرا که به خاطر پدرت یوناتان به تو البته احسان خواهم نمود و تمام زمین پدرت شاول را به تو خواهم برگردانید و تو همیشه در سر سفره من نان خواهی خورد. و وی سجده برده گفت: بنده تو چیست که به سگ مرده مثل من التفات نموده ای؟ و پادشاه نفکر شاول سیبا را خوانده به وی گفت: هر آنچه را که به شاول و تمام خاندانش تعلق داشت و پسر آقایت دادم. و تو و پسرانت و نفکرانت زمین را برای او کار کرده حاصل آن را بیارید تا که پسر آقایت نان برای خوردنش داشته باشد. ولی مفیبوشت پسر آقایت همیشه در سر سفره من نان خواهد خورد. و سیبا 15 پسر و 20 نفکر داشت. و سیبا به پادشاه گفت: موافق هر آنچه آقایم پادشاه امر فرموده است بنده‌ات همان طور عمل خواهد کرد. و پادشاه گفت که مفیبوشت مثل یکی از پسران پادشاه در سر سفره من خواهد خورد. و مفیبوشت پسر خردسالی داشت که نامش میخا بود. و همه ساکنان خانه سیبا
نفکران مفیبوشت بودند. و مفیبوشت در یروشلیم سکونت داشت، زیرا که همیشه در سر سفره پادشاه می‌خورد و دو پایش لنگ بود. کتاب دوم پادشاهان باب دهم. جنگ با ارمیان و بنی عمون. و بعد از آن چنین واقع شد که پادشاه بنی عمون مرد و پسرش هانون به جای وی پادشاه شد. و داوود گفت: به هانون ابن ناهاش احسان خواهم نمود، چون که پدر وی به من احسان کرده بود. و داوود فرستاد تا که به واسطه نفکران خود به وی درباره پدرش تعزیه بیان نماید. و نفکران داوود به زمین بنی عمون آمدند. و سروران بنی عمون به آقای خود هانون گفتند: آیا به گمان تو داوود پدرت را احترام می نمود که نفکرانش را برای بیان کردن تعزیه نزد تو فرستاده است؟ داوود آخر آنها را برای آن فرستاده است که شهر را تفتیش و جاسوسی نموده بعد آن را ولنگار کند. و هانون بندگان داوود را گرفته نصف ریششان را تراشید و لباسهاشان را تا نصفش، یعنی از پایان تا سورینشان بریده پرتافت و آنها را فرستاد. و این را به داوود خبر دادند و او به پیشواز آنها فرستاد، زیرا که این آدمان بغایت خجل بودند. و پادشاه گفت: در یریحو بمانید تا وقتی که ریشهاتان کلان شود و بعد از آن خواهید برگشت. و بنی عمون دیدند که در نظر داوود نفرت انگیز گردیدند. و بنی عمون فرستاده از ارمیان بیت رحوب و از ارمیان سوبا 20,000 پیاده و پادشاه معکا را با 1000 نفر و از مردان توب 12,000 نفر را کیرا کردند. و داوود این را شنیده یوآب و تمام لشکر دلیران را فرستاد. و بنی عمون بیرون آمده در دهن دروازه برای جنگ صف کشیدند. و ارمیان سوبا و رحوب و مردان توب و معکا در صحرا علاهیده موقع گرفتند. و یوآب دید که به مقابل او هم از پیش و هم از عقب برای جنگ آماده شدند. و او از همه گزینان اسرائیل فوج انتخاب نموده بر ضد ارمیان صف کشید. و بقیه قوم را به دست برادرش ابیشای سپرد تا که بر ضد بنی عمون صف کشد. و گفت: اگر ارمیان از من زور برآیند به مدد من بیا، و اگر بنی عمون از تو زور برآیند من به مدد تو خواهم آمد. دلیر باش و ما برای قوم خود و برای شهرهای خدای خود دلیرانه خواهیم جنگید و خداوند آنچه را که در نظرش پسند آید به عمل خواهد آورد. و یوآب و قومی که با او بودند به جنگ ضد ارمیان شروع کردند و آنها از پیش او رو به گریز آوردند. چون بنی عمون دیدند که ارمیان رو به گریز آوردند، آنها نیز از پیش ابیشای گریخته به شهر داخل شدند. و یوآب از جنگ ضد بنی عمون برگشته به یروشلیم آمد. و چون ارمیان دیدند که پیش اسرائیل مغلوب گردیدند، یک جای جمع شدند. و هدد آزر فرستاده ارمیانی را که در آن طرف نهر بودند بیرون آورد و آنها به هیلام آمدند. و شوبک سرلشکر هدد آزر پیش آنها می رفت. و به داوود خبر این رسید و او تمام اسرائیل را جمع کرد و از اردن عبور نموده به هیلام آمد. و ارمیان به مقابل داوود صف کشیده با او جنگ کردند. و ارمیان از پیش اسرائیل رو به گریز آوردند و داوود از ارمیان اسپان 700 عرابه و 40,000 سواره را کشت و سرلشکر آنها شوبک را ضربه زد که وی در آنجا مرد. و چون همه پادشاهان زیردست هدد آزر دیدند که پیش اسرائیل مغلوب گردیدند، با اسرائیلیان صلح بسته با آنها تابع شدند. و ارمیان من بعد از دستگیری کردن بنی عمون ترسیدند. کتاب دوم پادشاهان باب 11. گناه عظیم داوود. و بعد از انتهای سال وقتی که پادشاهان بیرون می روند، چنین واقع شد که داوود یوآب را با نفکران خود و با تمام اسرائیل فرستاد و آنها بنی عمون را ضربه زده ربه را محاصره کردند.
ولی داوود در یروشلیم ماند. و هنگام شام چنین واقع شد که داوود از بستر خود برخاسته بر بام خانه پادشاه گردش میکرد و از بالای بام زنی را دید که شستشوی میکند و این زن بغایت خوش‌لقا بود. و داوود فرستاد که درباره این زن پرسجوی کنند و به او گفتند وی آخر بتشابه بنت الیعام زوجه اوریای هیتی می باشد. و داوود قاصدان فرستاد تا که او را بگیرند و وی نزد او آمد و او با وی خوابید در صورتی که وی از نجاست خود پاک شده بود و وی به خانه خود برگشت. و این زن حامله شد و به داوود فرستاده خبر داد و گفت من حامله هستم. و داوود نزد یوآب فرستاد اوریای هیتی را نزد من بفرست و یوآب اوریا را نزد داوود فرستاد. و اوریا نزد او آمد و داوود از سلامتی یوآب و از سلامتی قوم و از وضعیت جنگ پرسید. و داوود به اوریا گفت به خانه خود رفته پایهایت را بشوی. و اوریا از خانه پادشاه بیرون رفت و از قفایش انعام از سفره پادشاه فرستاده شد. ولی اوریا نزد در خانه پادشاه با همه نفکران آقای خود خوابیده به خانه خود نرفت. و به داوود خبر داده گفتند اوریا به خانه خود نرفته است. و داوود به اوریا گفت تو آخر از راه رسیده ای، از چرا به خانه خود نرفتی؟ و اوریا به داوود گفت صندوق و اسرائیل و یهودا در خیمه ها ساکنند و آقایم یوآب و نفکران آقایم بر روی صحرا اردو زدند و من به خانه خود رفته بخورم و بنوشم و با زن خود بخوابم. قسم به حیات تو و به حیات جان تو که چنین نخواهم کرد. و داوود به اوریا گفت امروز نیز در اینجا بمان و فردا تو را خواهم فرستاد. و اوریا آن روز و فردایش در یروشلیم ماند. و داوود او را دعوت نمود و در حضور او خورد و نوشید و او را مست گردانید. و هنگام شام او بیرون رفته در بسترش با نفکران آقایش خوابید و به خانه خود نرفت. و چون صبح دمید داوود به یوآب مکتوبی نوشت و به دست اوریا داده فرستاد. و در مکتوب چنین نوشته بود اوریا را در مفقع حرب و ضرب سخت بگذارید و از عقبش خود را کنار کشید تا که او ضربه خورده بمیرد. و هنگامی که یوآب شهر را محاصره میکرد اوریا را در مقامی گذاشت که میدانست که در آنجا جنگاوران دلیر هستند. و مردم شهر بیرون آمده با یوآب جنگ کردند و چندی از قوم از نفکران داوود افتادند و اوریای هیتی نیز مرد. و یوآب فرستاده به داوود تمام وقایع جنگ را خبر داد. و به قاصد امر فرموده گفت وقتی که به پادشاه تمام وقایع جنگ را حکایت نمایی و پادشاه خشمگین گردیده به تو بگوید چرا برای جنگ به شهر نزدیک شدید؟ ما مگر نمی دانستید که از بالای حصار تیراندازی می کنند؟ کیست که ابیملک ابن یروباشت را کشت؟ زن آخر سنگ بالایی آسیا را بر او از بالای حصار انداخت و او در تبس مرد. پس چرا شما به حصار نزدیک شدید؟ آنگاه بگوی نفکرت اوریای هیتی نیز مرده است. و قاصد رفت و آمده به داوود هر چی را که یوآب برایش فرستاده بود خبر داد. و قاصد به داوود گفت از بس که آن آدمان بر ما دست بالا شده از عقب ما به صحرا برآمدند ما آنها را تا دهن دروازه دنباله‌گیری کردیم و تیراندازان بر نفکرانت از بالای حصار تیر انداختند و بعضی از نفکران پادشاه مردند و نفکرت اوریای هیتی نیز مرد. و داوود به قاصد گفت و یوآب چنین بگوی این حادثه به نظر تو بد ننماید زیرا که شمشیر گاه این طور و گاه به طور دیگر به هلاکت میرساند. جنگ خود را به مقابل شهر پرزور کرده آن را ولنگار بکن پس او را دلیر نما. و زن اوریا شنید که شوهرش اوریا مرده است و وی برای شوهر خود نفحه‌گری کرد. و هنگامی که مهلت ماتم وی انجام یافت داوود فرستاده و را به خانه خود آورد و وی زوجه او شد و برای او پسری زاید.
و کاری که داوود کرد به نظر خداوند بد نمود. کتاب دوم پادشاهان باب 12. پشیمان شدن داوود. و خداوند ناتان را نزد داوود فرستاد و وی نزد او آمده به او گفت: در شهر دو مرد بودند، یکی ثروتدار و دیگری کمبغل. ثروتدار گوسفندان و گاوان بغایت بسیار داشت، ولی کمبغل چیزی جز یک میش میده‌یک نداشت که آن را خریده پروریده بود. و آن نزد او با یک جایگی بچگانش کلان می شد. از نان او می خورد و از کاسه او می نوشید و در بغل او می خوابید و برای او مثل دختر بود. و مسافر نزد مرد ثروتدار آمد و او دریغ داشت که از گوسفندان و گاوان خود گرفته برای مهمانی که نزد او آمده است خوراک تیار کند، بلکه میش مردی کمبغل را گرفته برای شخصی که نزد او آمده بود خوراک تیار کرد. و خشم داوود بر آن مرد بغاید علنگه زد و او به ناتان گفت: قسم به حیات خداوند که مردی که چنین عمل کرده است سزاوار قتل است و برای میش وی باید 4 برابر تلافی دهد، از برای آنکه چنین عمل کرده است و از برای آنکه ترحم ننموده است. و ناتان به داوود گفت: آن مرد تو هستی. خداوند خدای اسرائیل چنین میگوید: من تو را به پادشاهی بر اسرائیل تدهین نمودم و من تو را از دست شاول رهایی دادم و خانه آقایت را به تو دادم و زنان آقایت را به آغوش تو و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو دادم و اگر این کم باشد به تو باز و باز علاوه می نمودم. پس چرا تو به کلام خداوند بی‌اعتنایی نموده آنچه را که در نظر او بد است به عمل آوردی؟ اوریای هیتی را با شمشیر ضربه زده زنش را برای خود به زنی گرفتی و او را با شمشیر بنی عمون کشتی. و الحال شمشیر از خاندان تو تا ابد دور نخواهد شد و آن سبب که به من بی‌اعتنایی نمودی و زنی اوریای هیتی را گرفتی تا که زنی تو باشد. خداوند چنین میگوید: اینک من از خانه خودت به سر تو بدی خواهم آورد و زنان تو را پیش نظر تو گرفته به یار تو خواهم داد و او پیش نظر این آفتاب با زنان تو خواهد خوابید. در صورتی که تو این کار را پنهانی کرده ای، من این کار را پیش نظر تمام اسرائیل و پیش نظر آفتاب به جا خواهم آورد. و داوود به ناتان گفت: من پیش خداوند گناه کردم. و ناتان به داوود گفت: خداوند نیز از گناهت گذرایی کرده است، تو نخواهی مرد. اما از بس که تو با این کار سبب کفر گفتن دشمنان خداوند گردیده ای، آن پسر نیست که برای تو تولد یافته است البته خواهد مرد. و ناتان به خانه خود رفت و خداوند بچه را که زن اوریا برای داوود زاییده بود گرفتار بیماری کرد و بیماری وی سخت بود. و داوود از خدا برای کودک التماس نمود و داوود روزه داشت و آمده بر روی زمین خوابیده شب را می‌گذرانید. و پیران خانه‌اش نزد او آمده سعی و کوشش می‌کردند که او را از زمین برخیزانند، ولی او راضی نمی‌شد و همراه آنها نان نمی‌خورد. و در روز هفتم بچه مرد و نوکران داوود ترسیدند که مردن بچه را به او خبر دهند، زیرا که به همدیگر می‌گفتند: اینک وقتی که بچه زنده بود ما به او سخن راندیم و او به آواز ما گوش نداد. پس چگونه به او بگوییم که بچه مرده است؟ شاید او کاری بدی با خود بکند. و داوود دید که نوکرانش به یکدیگر پیش راست میزنند و داوود فهمید که بچه مرده است. و داوود به نوکرانش گفت: آیا بچه مرده است؟ گفتند: مرده است. و داوود از زمین برخاسته خود را شستشو و تدهین نمود و لباسش را عوض کرد و به خانه خداوند رفته عبادت نمود و به خانه خود آمده خوراک پرسید و پیش او نان ماندند و او خورد. و نوکرانش به او گفتند: این چی کار است که کردی؟ وقتی که بچه زنده بود روزه داشته گریه کردی و چون بچه مرد برخاسته نان خوردی. و او گفت: تا دمی که بچه زنده بود من روزه داشته گریه کردم، زیرا که به دل خود گفتم شاید خداوند به من مرحمت نماید و بچه زنده ماند.
به هر حال وی مرده است. پس چرا من روزه دارم؟ آیا من می توانم او را برگردانم؟ من نزد وی خواهم رفت ولی وی نزد من نخواهد برگشت. تولد یافتن سلیمان. و داوود زن خود بتشابه را تسلی داد و نزد وی درآمده با وی خوابید و وی پسری زاید و او را سلیمان نام نهاد و خداوند او را دوست داشت. و به واسطه ناتان نبی خبر فرستاد و وی او را به خاطر خداوند یدیدیاه نام نهاد. داوود و یوآب ربه را اشغال میکنند. و یوآب با ربه بنی عمون جنگ کرده شهر پادشاه نشین را گرفت. و یوآب قاصدان را نزد داوود فرستاده گفت: با ربه جنگ کرده آبانبار شهر را نیز گرفتم. و الحال بقیه قوم را جمع نما و بر ضد شهر اردو زده آن را بگیر. مبادا من شهر را بگیرم و آن به نام من خوانده شود. و داوود تمام قوم را جمع نموده سوی ربه رفت و با آن جنگ کرده آن را گرفت. و تاج پادشاه آنها را از سرش گرفت که وزنش 1 کیکر بود و سنگ گرانبهای داشت و آن را بر سر داوود گذاشتند و او غنیمت بغایت زیاد از شهر بیرون آورد. و قومی را که در آن بودند بیرون آورد و آنها را زیر اره‌ها و غلکوبک‌های آهنین و تبرهای آهنین گذاشت و آنها را با کارهای خمدان خشتپزی برگماشت و با همه شهرهای بنی عمون چنین عمل کرد. و داوود و تمام قوم به یروشلیم برگشتند. کتاب دوم پادشاهان باب 13. جنایت امنون. و بعد از آن چنین واقع شد: ابشالوم ابن داوود خواهر خوشروی داشت که نامش تامار بود و امنون ابن داوود او را دوست داشت. و امنون از عشق خواهرش تامار چنان شیدا گشت که مثل بیماری می نمود، زیرا که وی باکره بود و به نظر امنون مشکل بود که با وی کار تواند بکند. و امنون یاری داشت که نامش یوناداب بود و او پسر شمعا برادر داوود بود. و یوناداب شخصی بغایت عیار بود. و به او گفت: چرا تو ای شاهزاده روز به روز چنین لاغر می شوی و من آخر بگوی. و امنون به او گفت: من تامار را که خواهر برادرم ابشالوم است دوست می دارم. و یوناداب به او گفت: بر بسترت خوابیده خود را بیمار وانمود کن و هنگامی که پدرت برای دیدن تو بیاید به او بگوی: بگذار خواهرم تامار آمده مرا خوراک خوراند و خوراک را پیش نظر من تیار کند تا که ببینم و از دست وی بخورم. و امنون خوابیده خود را بیمار وانمود کرد و پادشاه برای دیدن او آمد. و امنون به پادشاه گفت: بگذار خواهرم تامار آمده پیش نظرم 1-2 تا چلپک پزد و من از دستش بخورم. و داوود نزد تامار به خانه‌اش فرستاده گفت: لطفاً به خانه برادرت امنون رفته برای او خوراک بپز. و تامار به خانه برادرش امنون رفت و او خوابیده بود. و آرد گرفته خمیر کرد و پیش نظر او قرص‌ها تیار کرده چلپک پخت. و تابه را گرفته پیش او خالی کرد ولی او میل خوردن نکرد. و امنون گفت: همه آدمان را از پیش من برآرید. و همه آدمان از پیش او برآمدند. و امنون به تامار گفت: خوراک را به آن حجره بیار تا که از دست تو بخورم. و تامار چلپک ها را که پخته بود گرفته نزد برادر خود امنون به آن حجره آورد. و همین که نزد او ماند تا که بخورد، او را داشته به وی گفت: بیا با من بخواب ای خواهرم. ولی وی به او گفت: نه ای برادرم، به ناموس من تجاوز نکن، زیرا که در اسرائیل چنین رفتار نمی کنند. این کار زشت را نکن. و من ننگ خود را به کجا برم؟ و تو مثل یکی از این سفیلان در اسرائیل خواهی شد. و الحال لطفاً تو با پادشاه گفتگو نما، زیرا که مرا از تو دریغ نخواهد داشت. ولی او نخواست به آواز وی گوش دهد و از وی زور برآمده به ناموسش رسید و با وی خوابید. و امنون با نفرت بغایت عظیم از وی نفرت نمود
و طوری که نفرتی که از وی پیدا کرد از محبتی که به وی داشت بزرگتر بود. و امنون به وی گفت برخاسته بیرو. و وی به او گفت نه، زیرا این بدیه که تو در حق من کرده مرا به در میرانی بزرگتر است از بدی دیگری که در حق من کردی. ولی او نخواست به آواز وی گوش دهد. و نوکر خدمتگزار خود را خوانده گفت و را از پیش من به در بیران و در را از پشتش ببند. و وی کرته رنگارنگ در بر داشت، زیرا که دختران باکیره پادشاه چنین لباس می پوشیدند. و خدمتگزار او و را بیرون برآورده در را از پشتش بست. و تامار خاکستر بر سر خود پاشید و کرته رنگارنگ را که در بر داشت در رانید و دستهایش را بر سرش گذاشته می رفت و فریاد می زد. و برادرش ابشالوم به وی گفت آیا برادرت امنون با تو بود؟ و الحال ای خواهرم خاموش باش، او برادری توست، از این کار دلافگار نشو. و تامار در خانه برادرش ابشالوم ساکن شده پریشان احوال گردید. و پادشاه داوود تمام این واقعه را شنیده بغایت خشمگین شد. و ابشالوم با امنون سخنی بد یا نیک نگفت، زیرا که ابشالوم از امنون نفرت داشت برای آنکه به ناموس خواهرش تامار تجاوز کرده بود. انتقام ابشالوم. و چنین واقع شد که بعد از 2 سال در بعل حاصور که نزد افرایم است برای ابشالوم خشمبوری میکردند و ابشالوم همه پسران پادشاه را دعوت نمود. و ابشالوم نزد پادشاه آمده گفت اینک الحال برای بنده‌ات خشمبوری میکنند، بگذار پادشاه و نوکرانش با بنده‌ات آیند. و پادشاه به ابشالوم گفت نه پسرم، همه ما نخواهیم آمد تا که به تو گرانی نکنیم. و هرچند از او التماس نمود، او نخواست بیاید و ورا برکت داد. و ابشالوم گفت هیچ نباشد برادرم امنون همراه ما بیاید. و پادشاه به او گفت چرا وی با تو بیاید؟ ولی ابشالوم با التماس و التجا او را راضی کرد و او امنون و همه پسران پادشاه را با وی فرستاد. و ابشالوم به نوکرانش امر فرموده گفت بنگرید، همین که دل امنون از شراب شاد گردد و من به شما گویم امنون را ضربه زنید، در حال او را بکشید، نترسید. من آخر شما را امر فرمودم، پس قوی دل و دلیر باشید. و نوکران ابشالوم با امنون آنچنان که ابشالوم امر فرموده بود عمل کردند و همه پسران پادشاه برخاستند و هر یک به خچیر خود سوار شده گریختند. و هنگامی که آنها در راه بودند آوازه به گوش داوود رسید که ابشالوم همه پسران پادشاه را کشته است و یک نفر هم از آنها باقی نمانده است. و پادشاه برخاست و لباسهایش را دررانیده بر زمین خوابید و همه نوکرانش که لباسهاشان را دررانیده بودند در اطرافش می ایستادند. ولی یوناداب ابن شمعا برادری داوود و سخن آغاز نموده گفت بگذار آقایم گمان نکند که همه امردان شاهزاده را کشتند، زیرا تنها امنون مرده است، چون که این مسئله نزد ابشالوم حل شده بود از روزی که وی به ناموس خواهر او تامار تجاوز کرده بود. و الحال بگذار آقایم پادشاه دل خود را با چنین فکر بی‌ضابطه نکند که گویا همه پسران پادشاه مرده باشند، بلکه تنها امنون مرده است. و ابشالوم گریخت و نوکری که دیدبانی می نمود چشمانش را بلند کرده دید که اینک از راه عقب آن از جانب کوه قوم بسیاری می آیند. و یوناداب به پادشاه گفت اینک پسران پادشاه می آیند، چنان که بنده‌ات گفت آنچنان واقع شد. و همین که وی سخنانش را تمام کرد اینک پسران پادشاه آمدند و آواز خود را بلند کرده گریستند و پادشاه نیز و همه نوکرانش زار زار گریستند. و ابشالوم گریخته نزد طلمای ابن عمیهود پادشاه جشور رفت و داوود برای پسر خود هر روز نوحه میکرد. و ابشالوم گریخته به جشور رفت و 3 سال در آنجا بود. و پادشاه داوود در هوس آن بود که سوی ابشالوم بیرون رود، زیرا درباره امنون که مرده بود تسلی یافته بود.
کتاب دوم پادشاهان باب 14. یوآب ابشالوم را حمایت میکند. و یوآب ابن سرویا پیخست نمود که دل پادشاه به ابشالوم مایل است. و یوآب به تقوعا فرستاده از آنجا زنی زیرکی را آورانید و به وی گفت: لطفاً خود را ماتمدار وانمود بکن و لباس ماتمی بپوش و به تنت روغن نمال و مثل زن بشو که ایام زیاده برای مرده ماتم گرفته باشد. و نزد پادشاه آمده و او به این مضمون سخن براند. و یوآب آن سخنان را به دهان وی گذاشت. و آن زنی تقوعاگی برای سخن راندن نزد پادشاه آمد و بر روی خود به زمین افتاده سجده برد و گفت: یاوری نما ای پادشاه. و پادشاه به وی گفت: تو را چی شده است؟ وی گفت: اینک من بیوزن هستم و شوهرم مرده است. و کنیز تو دو پسر داشت و هر دو در صحرا خرخشه نمودند و کسی نبوده است که آنها را از یکدیگر جدا کند و یکی دیگری را ضربه زده و را کشته است. و اینک تمام قبیله بر کنیز تو قیام نموده می گویند: برادر کش را بسپار تا که او را برای جان برادرش که کشته است قتل کنیم و وارث را نیز محو نماییم. و آنها اخگر مرا که باقی مانده است خاموش خواهند کرد به آن که برای شوهرم نام و بقیه بر روی زمین بگذارند. و پادشاه به زن گفت: به خانه خود برو و من درباره تو امر خواهم فرمود. و زنی تقوعاگی به پادشاه گفت: ای آقایم پادشاه، بگذار گناه بر من و بر خاندان پدرم باشد و پادشاه و تخت او از گناه پاک باشند. و پادشاه گفت: هر کی با تو سخن گوید او را نزد من بیار و او دیگر آسیب به تو نخواهد رسانید. وی گفت: لطفاً ای پادشاه، خداوند خدای خود را ذکر نما تا که خونخواه هلاکت را افزون نکند و آنها پسر مرا نکشند. و او گفت: قسم به حیات خداوند که موی از سر پسرت به زمین نخواهد افتاد. و زن گفت: لطفاً به کنیز خود اذن بده که به آقایم پادشاه باز سخن گوید. و او گفت: بگوی. پس چرا تو در حق قوم خود چنین اندیشیده ای؟ و پادشاه با گفتن این سخن مثل عیبدار است، چون که پادشاه رانده شده خود را برنگردانیده است. ما آخر حتما خواهیم مرد و مثل آب خواهیم بود که به زمین ریخته می شود و آن را دیگر جمع کردن ممکن نیست. و خدا جان را نابود نمی کند، بلکه تدبیرها می اندیشد تا که رانده شده از او رانده نشود. و الحال نزد آقایم پادشاه برای گفتن این سخن به آن سبب آمدم که قوم مرا ترسانیدند. و کنیزت به دل خود گفت: بیا به پادشاه عرض کنم، شاید پادشاه عرض چوری خود را به عمل آورد. وقتی که پادشاه بشنود چوری خود را از دست کسی که می خواهد مرا با یک جایگی پسرم از میراث خدا محو نماید رها خواهد کرد. و کنیز تو به دل خود گفت: سخن آقایم پادشاه سبب تسلی خواهد شد، زیرا که آقایم پادشاه مثل فرشته خداست تا که نیک و بد را درک نماید و خداوند خدای تو بگذار با تو باشد. و پادشاه جواب گردانیده به زن گفت: چیزی که من از تو بپرسم از من پنهان ندار. و زن گفت: لطفاً آقایم پادشاه بگوید. و پادشاه گفت: آیا دست یوآب در همه این با توست؟ و زن جواب گردانیده گفت: قسم به حیات جان تو ای آقایم پادشاه که از هر چه آقایم پادشاه گفت کس نمی تواند به طرف راست یا چپ میل کند. حقیقتاً بنده یوآب به من امر فرموده است و همه این سخنان را او به دهان کنیز تو گذاشته است. برای تغییر دادن وضعیت حاضر بنده یوآب این کار را کرده است. ولی خیرتمندی آقایم مثل خیرتمندی فرشته خداست تا هر چی را که بر روی زمین است بداند. داوود ابشالوم را عفو می نماید. و پادشاه به یوآب گفت: اینک من این کار را کردم و اکنون تو رفته ابشالوم جوان را برگردان. و یوآب بر روی خود به زمین افتاده سجده برد و پادشاه را تبریک نمود. و یوآب گفت: امروز بنده‌ات می داند که در نظر تو ای آقایم پادشاه
التفات یافتم، چون که پادشاه بر طبق سخن نفکر خود عمل نموده است. و یوآب برخاسته به جشور رفت و ابشالوم را به یروشلیم آورد. و پادشاه گفت بگذار او به خانه خود برگردد و روی مرا نبیند. و ابشالوم به خانه خود برگشت و روی پادشاه را ندید. و در تمام اسرائیل کسی در زیبایی مثل ابشالوم لایق تحسین نبود. از کف پای تا فرق سرش او نقصانی نداشت. و هنگامی که موی سر خود را می تراشید، آن را او در آخر هر سال می تراشید، چون که بر او گرانی می کرد و از این سبب آن را می تراشید. موی سر او به سنگ پادشاهی 200 سیقل وزن داشت. و برای ابشالوم 3 پسر و 1 دختر که تامار نام داشت تولد یافتند. و زنی زیبا سیمای بود. و ابشالوم در یروشلیم 2 سال ایستاد ولی روی پادشاه را ندید. و ابشالوم نزد یوآب فرستاد تا که ورا پیش پادشاه روانه کند، ولی وی نخواست که پیش او بیاید. و او باز باری دوم فرستاد ولی نخواست که بیاید. و او به نفکرانش گفت ببینید قطعه یوآب در شفت قطعه من است و در آنجا وی کشتی جو دارد. بروید و آن را آتش زده بسوزانید. و نفکران ابشالوم آن قطعه را آتش زده سوزانیدند. و یوآب برخاسته نزد ابشالوم به خانه‌اش رفت و به او گفت چرا نفکران تو قطعه مرا آتش زده سوزانیدند؟ و ابشالوم به یوآب گفت اینک نزد تو فرستاده گفتم اینجا بیا و من تو را نزد پادشاه روانه نمایم تا که بگویی چرا من از جشور آمدم. برای من بهتر می بود که تا کنون در آنجا باشم. و الحال می خواهم روی پادشاه را ببینم و اگر عیبدار باشم بگذار او مرا به قتل رساند. و یوآب نزد پادشاه آمده به او خبر داد و او ابشالوم را دعوت نمود و وی نزد پادشاه آمد و پیش پادشاه بر روی خود به زمین افتاده سجده برد و پادشاه ابشالوم را بوسه کرد. کتاب دوم پادشاهان باب 15. ابشالوم به حسن توجه 10 سبط نایل می گردد. و پس از آن چنین واقع شد که ابشالوم برای خود عرابه و اسپان مهیا کرد و 50 نفر شاطران پیشاپیش او می دویدند. و ابشالوم بابنادان بر محل برخاسته در سری راه دروازه می استاد. و هر کسی که دعوای داشته برای مرافعه نزد پادشاه می آمد و را ابشالوم دعوت نموده می گفت تو از کدام شهر هستی؟ و هنگامی که وی می گفت بنده‌ات از فلان سبط اسرائیل هستم، آنگاه ابشالوم به وی می گفت اینک سخنانت درست و حقانی است، ولی کسی از جانب پادشاه نیست که تو را بشنود. و ابشالوم می گفت کاش که من در این زمین داور می شدم و هر کسی جنجال و دعوای می داشت نزد من می آمد و من ورا عادلانه داوری می نمودم. و هنگامی که کسی نزدیک می آمد تا که به او سجده برد، او دست خود را دراز کرده و را نگاه می داشت و می بوسید. و ابشالوم با همه اسرائیلیانی که برای مرافعه نزد پادشاه می آمدند همین طور رفتار می کرد و ابشالوم دل مردم اسرائیل را می ربود. شورش ابشالوم. و چنین واقع شد که پس از گذشتن 4 سال ابشالوم به داوود گفت و من اذن بده که رفته نظر خود را که برای خداوند در هبرون نیت کردم ادا نمایم. زیرا بنده‌ات وقتی که در جشور ارمیان ساکن بودم نظر کرده گفتم اگر خداوند مرا به یروشلیم برگرداند من خداوند را عبادت خواهم نمود. و پادشاه به او گفت به سلامتی برو. و او برخاسته به هبرون رفت. و ابشالوم به همه سبط‌های اسرائیل جاسوسان را فرستاده گفت برابر شنیدن صدای شاه بگویید ابشالوم در هبرون پادشاه شده است. و با ابشالوم 200 نفر دعوت شدگان از یروشلیم رفته بودند، در حالتی که از روی صافدلی رفته از تگ گپ هیچ خبر نداشتند. و ابشالوم وقتی که قربانی ها را ذبح می نمود نزد اهیتوفل جیلونی که مشورتچی داوود بود فرستاده و را از شهر جیلو دعوت نمود. و سوی قصد پرزور به عمل آمد و قوم تا رفت بیشتر به ابشالوم
همراه می شدند. گریختن داوود. و قاصد نزد داوود آمده گفت: دل مردم اسرائیل به طرف ابشالوم مایل شده است. و داوود به همه نفکرانش که با او در یروشلیم بودند گفت: برخیزید تا که بگریزیم، زیرا که برای ما از دست ابشالوم خلاصی نخواهد بود. و رفتن شتاب کنید، مبادا او آمده ما را دستگیر نماید و فلاکت بر سر ما بیارد و اهل شهر را به دم شمشیر بزند. و نفکران پادشاه به پادشاه گفتند: در هر چی که آقای ما پادشاه اختیار کند، اینک ما بندگان تو هستیم. و پادشاه و تمام اهل بیتش از پی او بیرون رفتند. و پادشاه 10 زن را که سوریگانش بودند برای نگاه و بین خانه مانده رفت. و پادشاه و تمام قوم از پی او بیرون رفته در آخرین خانه شهر باز ایستادند. و همه نفکرانش از پیش او گذشتند و همه کریتیان و همه فلیتیان و همه جتیان، یعنی 600 نفری که از پی او از جت آمده بودند از پیش پادشاه گذشتند. و پادشاه به ایتای جتی گفت: چرا تو نیز همراه ما می آیی؟ برگرد و همراه آن پادشاه بمان، زیرا که تو اجنبی هستی و تو نیز از مکان خود جلای وطن گردیده ای. تا آخر دی روز آمده ای. و آیا امروز من تو را همراه ما به آواره‌گردی وادار نمایم؟ و حالان که من به هر جا که راست آید می روم. پس برگرد و برادران خود را برگردان. احسان و راستی یاری تو باد. و ایتای به پادشاه جواب گردانیده گفت: قسم به حیات خداوند و به حیات آقایم پادشاه که هر جایی که آقایم پادشاه خواه در ممات و خواه در حیات باشد، بنده تو در آنجا خواهد بود. و داوود به ایتای گفت: پس بیرو و بگذر. و ایتای جتی و همه آدمانش و همه کودکانی که با او بودند گذشتند. و تمام اهل آن زمین با آوازی بلند گریه می کردند و تمام قوم می گذشتند. و پادشاه از نهر قدرون گذشت و تمام قوم به راه بیابان گذشتند. و اینک صادق نیست و همه لیوی زادگان با وی صندوق عهد خدا را برداشته می بردند و صندوق خدا را گذاشتند. و ابیاتار بر بلندی برآمده ایستاد تا دمی که تمام قوم از شهر بیرون آمده گذشتند. و پادشاه به صادق گفت: صندوق خدا را به شهر برگردان. اگر من در نظر خدا التفات یابم، او مرا خواهد برگردانید و آن را و مسکن آن را به من نشان خواهد داد. و اگر چنین گوید: حسن توجه من بر تو نیست، اینک من حاضرم بگذار آنچه در نظرش پسند آید در حق من به عمل آورد. و پادشاه به صادق کاهن گفت: تو مگر نمی بینی؟ پس به شهر به سلامتی برگرد و بگذار پسر تو اهیمعاز و پسر ابیاتار یوناتان، یعنی هر دو پسر شما همراه شما باشند. بدانید که من در همواری بیابان درنگ خواهم کرد تا دمی که سخن از شما رسیده مرا خبردار گرداند. و صادق و ابیاتار صندوق خدا را به یروشلیم برگردانیده در آنجا ماندند. و داوود به کوه زیتون برآمد و هنگام برآمدنش می گریست و سرش پوشیده بود و او پایلوش راه می رفت. و تمام قومی که همراه او بودند هر یکی سر خود را پوشانیده گریه کنان می رفتند. و به داوود خبر رسانیده گفتند: اهیتوفل با ابشالوم زبان یک کرده است. و داوود گفت: لطفاً ای خداوند مشورت اهیتوفل را باطل نما. و هنگامی که داوود به قله کوه که در آنجا به خدا سجده می برد رسید، اینک هوشای ارکی که جامه دریده در بر داشت و خاک بر سرش پاشیده بود و پیشواز او آمد. و داوود به وی گفت: اگر تو با من بیایی برای من گرانی خواهی کرد، ولیکن اگر به شهر برگردی و به ابشالوم بگویی من نفکر تو ای پادشاه خواهم بود، چنان که مدت زیادی من نفکر پدرت بودم، الحال من بنده تو خواهم بود. با همین تو مشورت اهیتوفل را برای من باطل خواهی گردانید. در آنجا کاهنان صادق و ابیاتار با تو خواهند بود و هر سخنی که تو از خانه پادشاه بشنوی
و کاهنان صادوق و ابیاتار خبر ده. اینک دو پسر آنها، اهیمعز پسر صادوق و یوناتان پسر ابیاتار در آنجا با آنها می باشند و هر چیزی که بشنوید به واسطه آنها به من خواهید فرستاد. و چون هوشای که دوست داوود بود به شهر آمد، ابشالوم به یروشلیم وارد شده بود. کتاب دوم پادشاهان باب 16. نوکر دروغگوی مفیبوشت. و هنگامی که داوود از قلعه اندکی دور رفت، اینک سیبا نوکر مفیبوشت و پیشواز او آمد و با وی یک جفت خر زیندار بود که 200 قرص نان و 100 سر انگور سایگی و 100 قرص انجیر قاق و یک مشک شراب بر آنها بود. و پادشاه به سیبا گفت: این چیزهای تو برای چیست؟ و سیبا گفت: خرها برای سوار شدن اهل بیت پادشاه است و نان و انجیر برای خوردن نوکران و شراب برای نوشیدن آنهایی که در بیابان خسته شدند. و پادشاه گفت: پسر آقای تو کجاست؟ و سیبا به پادشاه گفت: اینک وی در یروشلیم مانده است، زیرا که میگوید الحال خاندان اسرائیل سلطنت پدرم را به من خواهند برگردانید. و پادشاه به سیبا گفت: اینک هر آنچه مفیبوشت دارد از آن تو خواهد شد. و سیبا گفت: سجده میکنم، کاش که در نظرت التفات یابم ای آقایم پادشاه. شمعی داوود را دشنام میدهد. و هنگامی که داوود به بهوریم رسید، اینک شخص از قبیله خاندان شاول که شمعی ابن جیرا نام داشت از آنجا بیرون آمد. وی بیرون آمده دشنام میداد. و به داوود و به همه نفکران پادشاه داوود سنگ میانداخت، در صورتی که تمام قوم و همه پهلوانان به طرف راست و چپ او بودند. و شمعی دشنام داده چنین میگفت: دفع شو ای آدم کش و نابکار. خداوند تمام خون خاندان شاول را که در جایش سلطنت رانده ای بر تو برگردانیده است و خداوند سلطنت را به دست پسرت ابشالوم سپرده است و اینک تو گرفتار فلاکت شده ای، زیرا که تو آدم کش هستی. و ابیشای ابن سرویا به پادشاه گفت: چرا این سگ مرده آقایم پادشاه را دشنام دهد؟ اذن بده تا که رفته سرش را از تنش جدا کنم. ولی پادشاه گفت: شما را با من چی کار است ای پسران سرویا؟ بگذار وی دشنام دادن گیرد، زیرا که خداوند به وی امر فرموده است داوود را دشنام بده. پس کیست که بگوید چرا چنین عمل میکنی؟ و داوود به ابیشای و به همه نفکرانش گفت: مادامی که پسری من که از کمرم رویده است قصد جان من دارد، پس علل خصوص حالا از بنیامینی چه جای گیله است؟ برا بگذارید که دشنام دهد، زیرا که خداوند به وی امر فرموده است. شاید خداوند زلالت مرا ببیند و خداوند در بدل دشنام امروزه وی به من پاداش نیکی بدهد. و داوود با آدمانش در راه روانه بود و شمعی از جانب کوه در رو بروی او میرفت و دشنام میداد و به طرف او سنگ میانداخت و خاک میپاشید. و پادشاه و تمام قومی که با او بودند هلاک مانده شده آمدند و در آنجا دم گرفتند. و ابشالوم و تمام قوم یعنی مردم اسرائیل به یروشلیم آمدند و اهیتوفل با او بود. و هنگامی که هوشای ارکی دوست داوود نزد ابشالوم آمد، هوشای به ابشالوم گفت: زنده باد پادشاه، زنده باد پادشاه. و ابشالوم به هوشای گفت: آیا احسان تو به دوستت همین است؟ چرا با دوست خود نرفتی؟ و هوشای به ابشالوم گفت: نه، بلکه کسی را که خداوند و این قوم و تمام مردم اسرائیل برگزیده باشند، من نفکر او خواهم بود و نزد او خواهم ماند. و ثانیاً من نزد کی خدمت خواهم کرد؟ آیا نه نزد پسری او؟ پس چنان که به حضور پدری تو خدمت کردم، آنچنان در حضور تو خواهم بود. و ابشالوم به اهیتوفل گفت: شما مشورت دهید که چی کار کنیم؟ و اهیتوفل به ابشالوم گفت: نزد سوریگان پدرت که برای نگاه و بین خانه گذاشته است داخل شو
و تمام اسرائیل خواهند شنید که برای پدرت نفرت انگیز گردیده ای. و آنگاه دستی همه آنهایی که همراه تو هستند قوی خواهد شد. و برای ابشالوم خیمه بر بام برافراشتند و ابشالوم پیش نظر تمام اسرائیل نزد سوریگان پدرش داخل شد. و مشورت هایی که اهیتوفل در آن ایام میداد مثل آن بود که کسی کلام خدا را پرسیده باشد. هر مشورتی که اهیتوفل چی به داوود چی به ابشالوم میداد همین طور بود. کتاب دویم پادشاهان باب 17. دسیسه های به موفقیت اهیتوفل و انجام ننگین وی. و اهیتوفل به ابشالوم گفت: و من اذن بده که 12,000 نفر را برگزیده برخیزم و همین شب داوود را تعقیب نمایم. و در صورتی که او از حال رفته دستهایش سست شده باشد، من به او حمله کرده او را به هراس خواهم انداخت و تمام قومی که با او هستند رو به گریز خواهند آورد و من تنها پادشاه را خواهم کشت و تمام قوم را نزد تو خواهم برگردانید. و چون همه اشان از کسی که تو قصد جانش داری برگردند، آنگاه تمام قوم در حالت آسایشتگی خواهند بود. و این سخن در نظر ابشالوم و در نظر همه پیران اسرائیل پسند آمد. و ابشالوم گفت: هوشای ارکی را نیز دعوت نماید تا بشنویم که وی چی میگوید. و همین که هوشای نزد ابشالوم آمد، ابشالوم به وی سخن رانده گفت: اهیتوفل به این مضمون سخن رانده است. آیا موافق سخن او عمل کنیم؟ وگرنه تو بگوی. و هوشای به ابشالوم گفت: مشورتی که اهیتوفل داده است همین دفعه خوب نیست. و هوشای گفت: تو پدرت و آدمانش را میدانی. آنها دلیرند و مثل خرس صحرا که از بچه هایش محروم شده باشد بغایت خشمگینند. و پدرت مردی جنگ آزموده است و شب در میان قوم خواب نمی رود. اینک الحال او در مغاره یا جای دیگر پنهان است. و چنین واقع خواهد شد که اگر کسی در ابتدای هجوم بیفتد، این را شنیده خواهند گفت: قومی که با ابشالوم هستند شکست خوردند. و آنگاه حتی جنگاوری که دلش مثل شیر است از روح خواهد افتاد، زیرا تمام اسرائیل می دانند که پدر تو پهلوان است و همراهانش دلیرند. بنابراین مشورت من این است: بگذار تمام اسرائیل از دان تا بیرشابه که مثل ریگ ساحل دریا سرشمارند نزد تو جمع شوند و خودی تو در میان آنها روانه باشی. و ما در هر جایی که او باشد و مقابل او خواهیم رفت و مثل شبنمی که بر زمین میریزد بر او هجوم خواهیم کرد و نزد او از همه همراهانش یک نفر هم باقی نخواهد ماند. و اگر او به شهر داخل شود، تمام اسرائیل به آن شهر طنابها خواهند آورد و ما آن را به نهر خواهیم کشید، به طوری که در آنجا یک سنگریزه هم باقی نماند. و ابشالوم و تمام مردم اسرائیل گفتند: مشورت هوشای ارکی از مشورت اهیتوفل بهتر است. زیرا حکم خداوند آن بود که مشورت خوب اهیتوفل باطل گردد تا که خداوند فلاکت بر ابشالوم آورد. و هوشای به کاهنان صادوق و ابیاتار گفت: اهیتوفل به ابشالوم و پیران اسرائیل چنین و چنان مشورت داد و من چنین و چنان مشورت دادم. و الحال به زودی بفرستید و به داوود خبر داده گویید: امشب در دشت رویه بیابان توقف نکن، بلکه حتما عبور نما، مبادا پادشاه و تمام قومی که با او هستند تلف شوند. و یوناتان و اهیمعاز نزد عین روجل ایستاده بودند و کنیزی رفته به آنها خبر داد و آنها رفته به پادشاه داوود خبر دادند، زیرا که نمی توانستند به شهر آمده خود را ظاهر سازند. و نوکر آنها را دیده به ابشالوم خبر داد و هر دوی آنها به زودی رفته به خانه شخصی در بهوریم داخل شدند که در حولی وی چاه بود و آنها در آن فرود آمدند. و زن سرپوش چاه را گرفته دهن آن را پوشانید و یرمه بر روی آن پاشید به طوری که چیز معلوم نشد. و نوکران ابشالوم نزد آن زن به خانه در آمده گفتند: اهیمعاز و یوناتان کجایند؟ زن با آنها گفت: از جوی آب عبور کردند.
و آنها جستجو نموده نیافتند و به یروشلیم برگشتند. و بعد از رفتنشان اینها از چاه برآمدند و رفته به پادشاه داوود خبر دادند و به داوود گفتند برخاسته به زودی از آب عبور نمایید، زیرا که اهیتوفل درباره شما چنین مشورت داده است. و داوود و تمام قومی که با او بودند برخاسته از اردن عبور کردند. تا دمیدن صبح یک نفر هم نماند که از اردن عبور نکرده باشد. و اهیتوفل چون دید که مشورتش به عمل آورده نشد، پسر خود را زین کرد و برخاسته به شهر خود به خانه‌اش رفت و برای اهل بیت خود وصیت نموده خود را بوغی کرد و مرد و او را در مقبره پدرش دفن کردند. و داوود به مهناییم آمد و ابشالوم از اردن عبور نمود و تمام مردم اسرائیل با او بودند. و ابشالوم اماسا را به جای یوآب سرلشکر تعیین کرد. و اماسا پسری شخصی بود که یترای اسرائیلی نام داشت و نزد ابیجل بنت ناهاش خواهر سرویا مادر یوآب داخل شده بود. و اسرائیل و ابشالوم در زمین جلعاد اردو زدند. و هنگامی که داوود به مهناییم آمد، شوبی ابن ناهاش از ربه بن امون و ماکیر ابن امیئیل از لودبار و برزیلای جلعادی از رجلیم بسترها و طبقها و ظرفهای سفالین و گندم و جو و آرد و خوشه بیریان و لوبیا و عدس بیریان و عسل و مسکه و گوشت گوسفند و پنیر گاو برای خوراک داوود و قومی که با او بودند آوردند، زیرا که گفتند قوم در بیابان گرسنه و خسته و تشنه می باشند. کتاب دوم پادشاهان باب 18. حرب و ضرب نزد کوه افرایم. و داوود قومی را که با او بودند از نظر گذرانید و بر آنها میری هزارها و میری صدها را تعیین نمود. و داوود قوم را روانه کرد. سیکشان را با سرداری یوآب و سیکشان را با سرداری ابیشای ابن سرویا برادر یوآب و سیکشان را با سرداری ایتای جتی. و پادشاه به قوم گفت من نیز با شما بیرون خواهم آمد. ولیکن قوم گفتند بیرون نآی، زیرا که اگر ما رو به گریز آوریم به این اهمیت نخواهند داد و حتی اگر نصف ما بمیریم به این اهمیت نخواهند داد، زیرا که تو مثل 10,000 ما هستی و الحال بهتر است که به ما از شهر یاوری نمایی. و پادشاه با آنها گفت آنچه به نظر شما پسند آید خواهم کرد. و پادشاه نزد دروازه ایستاد و تمام قوم در شکل فوج‌های 100 نفری و 1000 نفری بیرون رفتند. و پادشاه به یوآب و ابیشای و ایتای امر فرموده گفت به خاطر من با ابشالوم جوان احتیاط باشید. و هنگامی که پادشاه به همه سرداران درباره ابشالوم فرمان داد، تمام قوم شنیدند. و قوم به پیشواز اسرائیلیان به صحرا برآمدند و در جنگل افرایم حرب و ضرب به عمل آمد. و در آنجا قوم اسرائیل از دست نفکران داوود شکست خوردند و در آن روز مغلوبیت عظیم در آنجا روی داده 20,000 نفر تلف گردیدند. و جنگ در آنجا بر روی تمام زمین پهن شد و در آن روز قوم از جنگل بیشتر تلف گردیدند نظر به آن که از شمشیر تلف گردیدند. ممات ابشالوم. و ابشالوم تصادفاً به نفکران داوود دچار آمد و ابشالوم بر خچیر سوار بود و خچیر به تگ شاخه های پیچ در پیچ بلوط بزرگ در آمد و سری او در شاخه های بلوط اندرمان شد و او در میان آسمان و زمین معلق ماند و خچیری که در تگش بود گذشته رفت. و شخص این را دید و به یوآب خبر داده گفت اینک ابشالوم را دیدم که در شاخه های بلوط آویزان است. و یوآب به شخصی که به او خبر داده بود گفت اینک تو دیده ای، پس چرا او را در آنجا زده به زمین نغلطانیده ای؟ و من به تو 10 سیقل نقره و کمربند می دادم. و آن شخص به یوآب جواب گردانیده گفت اگر به دستم حتی 1000 سیقل نقره می دادند، من دست خود را بر پسری پادشاه دراز نمی کردم، زیرا که به تو و ابیشای و ایتای و سمع ما امر فرموده گفت
به خاطر من هر یک از شما با ابشالوم جوان احتیاط باشید. حتی اگر من به جان خود جبر کرده دروغ می گفتم، هیچ چیز آخر از پادشاه پنهان نمی ماند و خود تو بر ضد من قیام می نمودی. و یوآب گفت: روا نیست که پیش تو درنگ نمایم. و او 3 تیر به دستش گرفته آنها را به دیل ابشالوم خلانید، در صورتی که وی هنوز در میان شاخه های بلود زنده بود. و 10 نفر که سلاح برداران یوآب بودند، دور ابشالوم را گرفتند و او را زده کشتند. و یوآب شاخ نواخت و قوم از تعقیب کردن اسرائیل برگشتند، زیرا که یوآب قوم را منع نمود. و ابشالوم را گرفتند و او را در چقوری کلانی که در جنگل بود انداختند و بر او سنگ توده بغایت بزرگ برپا کردند و تمام اسرائیل هر یک به خیمه خود پراکنده شدند. و ابشالوم وقتی که در قید حیات بود برای خود ستون برپا کرد که آن در وادی پادشاه است، زیرا که گفت: پسری ندارم که نام من به واسطه وی ذکر کرده شود. و آن ستون را به نام خود خواند و آن تا امروز ستون ابشالوم نامیده می شود. ممات پسرش سبب ماتم عظیم داوود می گردد. و اهیمعاز ابن صادق گفت: اذن بده که بروم و مژده به پادشاه برسانم که خداوند داوری نموده او را از دست دشمنانش خلاصی داده است. ولی یوآب به وی گفت: تو امروز مژدور نیستی، بلکه روزی دیگر مژده خواهی رسانید، ولی امروز مژده نخواهی رسانید، چون که پسر پادشاه مرده است. و یوآب به کوشی گفت: بیا و از آنچه دیده به پادشاه خبر برسان. و کوشی به یوآب سجده نموده دوید. و اهیمعاز ابن صادق باز به یوآب مراجعت نموده گفت: هرچی باد اذن بده که من نیز از عقیب کوشی بدوم. ولی یوآب گفت: چرا تو میخواهی بدوی ای پسرم؟ این مژده آخر به تو مکافات نخواهد آورد. وی گفت: هرچی باد من میخواهم بروم. و او به وی گفت: پس بدو. و اهیمعاز با راه وادی دویده از کوشی پیش گذشت. و داوود در میان 2 دروازه نشسته بود و دیدبان از بام دروازه به بالای حصار برآمد و چشمان خود را بلند کرده دید که اینک شخص تنها می دود. و دیدبان فریاد زده به پادشاه خبر داد. و پادشاه گفت: اگر تنها باشد مژده در زبان اوست. و آن شخص تا رفت نزدیک می آمد. و دیدبان شخص دیگر را دید که می دود و دیدبان به دروازه‌بان فریاد زده گفت که اینک باز شخص تنها می دود. و پادشاه گفت: این نیز مژدور است. و دیدبان گفت: من دویدن شخص اولین را می بینم که مثل دویدن اهیمعاز ابن صادق است. و پادشاه گفت: این شخص خوب است و مژده خوب می آورد. و اهیمعاز ندا کرده به پادشاه گفت: سلامتی است. و پیش پادشاه بر روی خود تا زمین سجده برده گفت: مبارک است خداوند خدای تو که مردمی را که به آقایم پادشاه دست تجاوز دراز کرده بودند تسلیم نمود. و پادشاه گفت: آیا ابشالوم جوان سلامت است؟ و اهیمعاز گفت: وقتی که یوآب بنده پادشاه بنده تو را فرستاد، ازدحام بزرگی دیدم ولی ندانستم که چی بود. و پادشاه گفت: بگرد و اینجا بایست. وی گشته آن سوتر رفت و ایستاد. و اینک کوشی آمد و کوشی گفت: آقایم پادشاه این مژده را قبول فرماید که خداوند امروز داوری نموده تو را از دست همه آنهایی که بر ضد تو قیام کرده بودند رهایی داده است. و پادشاه به کوشی گفت: آیا ابشالوم جوان سلامت است؟ و کوشی گفت: دشمنان آقایم پادشاه و همه آنهایی که بر تو برای بدی قیام میکنند مثل آن جوان بشوند. و پادشاه به اضطراب آمد و به حجره بالای دروازه برآمده گریه کرد و هنگام قدم زدنش چنین می گفت: وای پسرم ابشالوم، وای پسرم ابشالوم، کاش که من به جای تو می مردم. وای ابشالوم پسرم. کتاب دوم پادشاهان باب 19. یوآب داوود را مذمت می نماید. و به یوآب خبر دادند که اینک پادشاه برای ابشالوم گریه می کند و ماتم گرفته است.
و در آن روز شادی غلبه برای تمام قوم و ماتم تبدیل یافت، زیرا قوم در آن روز شنیدند که پادشاه برای پسرش اندوهگین است. و در آن روز قوم دزدوار به شهر داخل می شدند، مانند کسانی که از میدان جنگ گریخته از روی شرم دزدوار می آیند. و پادشاه روی خود را پوشانیده بود و پادشاه با آوازی بلند فریاد می زد: وای پسرم ابشالوم، وای ابشالوم پسرم پسرم. و یوآب نزد پادشاه به خانه در آمده گفت: امروز تو روی همه نفکران خود را خجل کردی که آنها جان تو را و جان پسران و دخترانت را و جان زنانت را و جان سوریگانت را امروز خلاصی دادند. چون که تو بدخواهانت را دوست می داری و از دوستانت نفرت داری، زیرا امروز نشان دادی که سروران و نفکران در نظر تو هیجند. و امروز من دانستم که اگر ابشالوم زنده می ماند و همه ما امروز می مردیم، این به نظر تو پسند می آمد. و الحال برخواسته بیرون آی و به نفکرانت سخنانی دلنواز بگوی، زیرا به خداوند قسم می خورم که اگر بیرون نآیی، امشب نزد تو یک نفر هم نخواهند ماند و این برای تو از همه فلاکت هایی که از نورسیت تا حالا به سر تو آمده است بدتر خواهد بود. و پادشاه برخواسته نزد دروازه نشست و به تمام قوم خبر داده گفتند: اینک پادشاه نزد دروازه نشسته است. و تمام قوم به حضور پادشاه آمدند، ولی اسرائیلیان هر یک به خیمه خود گریخته رفته بودند. داوود به یروشلیم برمیگردد. و تمام قوم در همه سبطهای اسرائیل بحث و مناظره کرده می گفتند: پادشاه ما را از دست دشمنان ما خلاص کرده است و او ما را از دست فلیشتیان نجات داده است و الحال از این زمین از باعث ابشالوم گریخته است. و ابشالوم که او را ما بر خود تدهین نموده بودیم در جنگ مرده است. و الحال چرا شما در بابت برگردانیدن پادشاه خاموش میمانید؟ و پادشاه نزد کاهنان صادوق و ابیاتار فرستاده گفت: و پیران یهودا سخن رانده بگوید، چرا شما در بابت برگردانیدن پادشاه به خانه‌اش می‌خواهید آخرین باشید، در صورتی که سخن تمام اسرائیل نزد پادشاه به خانه‌اش رسیده است؟ شما برادران من هستید، استخوان من و گوشت من هستید. پس چرا در بابت برگردانیدن پادشاه می‌خواهید آخرین باشید؟ و به اماسا بگویید: تو آخر استخوان و گوشت من هستی. بگذار خدا به من چنین و زیاده از این بکند اگر تو به حضور من در تمام ایام به جای یوآب سرلشکر نگردی. و او دل تمام مردم یهودا را مثل یک تن به خود مایل گردانید و آنها نزد پادشاه فرستادند: تو و همه نفکرانت برگردید. و پادشاه برگشته به اردن رسید و مردم یهودا به جلجال آمدند تا که پادشاه را پیشواز گیرند و پادشاه را از اردن گذرانند. و شمعی ابن جیرای بنیامینی که از بهوریم بود، شتافته با مردم یهودا به پیشواز پادشاه داوود فرود آمد. و 1000 نفر از بنیامینیان و سیبا نفکر خاندان شاول با 15 پسرش و 20 نفکرش همراه او بودند و آنها از اردن پیش پادشاه عبور کردند. و چون از معبر اردن عبور نمودند تا که خاندان پادشاه را گذرانند و هر چیزی در نظر او مقبول را به عمل آورند، شمعی ابن جیرا به حضور پادشاه پیش از آن که او از اردن عبور کند افتاد و به پادشاه گفت: آقایم مرا عیبدار نشمارد و گناهی را که بنده در روزی که آقایم پادشاه از یروشلیم بیرون می آمد صادر کرده است و یاد نآورد و پادشاه آن را به دل خود نگیرد. زیرا که من بنده‌ات می دانم که خطا کردم و اینک امروز از تمام خاندان یوسف اولین شده آمدم تا که به پیشواز آقایم پادشاه برایم. و ابیشای ابن سرویا جواب داده گفت: آیا شمعی از برای این کشته نشود؟ و آخر مسیح خداوند را دشنام داده است. ولی داوود گفت: مرا با شما ای پسران سرویا چی کار است که امروز مانعه برای من می شوید؟ آیا رواست که کسی امروز در اسرائیل کشته شود؟ و من آخر امروز معلوم شده است که من بر اسرائیل پادشاه هستم.
و پادشاه به شمعی گفت تو نخواهی مرد و پادشاه به او قسم خورد. و مفیبوشت ابن شاول به پیشواز پادشاه برآمد و او از روزی که پادشاه رفت تا روزی که به سلامتی برگشت نه پایهایش را شسته بود نه موی لبش را قیچی زده بود و نه لباسهایش را جامه‌شویی کرده بود. و هنگامی که او از یروشلیم به پیشواز پادشاه آمد پادشاه به او گفت چرا تو ای مفیبوشت با من نرفتی؟ و او گفت ای آقایم پادشاه، نوکرم مرا فریب داد، زیرا که من بنده تو به دل خود گفتم خری خود را زین کرده و بر آن سوار شده با پادشاه بروم، زیرا که بنده‌ات لنگ است. ولی وی در حق بنده‌ات نزد آقایم پادشاه بهتان گفته است. ولیکن آقایم پادشاه مثل فرشته خداست و هرچی در نظرت پسند آید به عمل آور. اگرچه تمام خاندان پدرم به حضور آقایم پادشاه سزاوار ممات بودند، ولی تو بنده‌ات را در میان خورندگان سفره خود شناندی. پس من باز چه حق دارم که نزد پادشاه شکوه نمایم؟ و پادشاه به او گفت چرا باز این سخنت را میگویی؟ من میگویم تو و سیباق کشتزار را تقسیم کنید. و مفیبوشت به پادشاه گفت بگذار وی همش را گیرد مادام که آقایم پادشاه به سلامتی به خانه خود برگشته است. و برزیلای جلعاتی از روجلیم فرود آمده با پادشاه از اردن گذشت تا که او را به آن طرف اردن گسیل نماید. و برزیلای مردی بغایت پیر بود. به سن 80 سالگی رسیده بود و او پادشاه را هنگامی که در مهنائیم می ایستاد در تأمینات خود نگاه می داشت، زیرا که او شخص بغایت ثروتدار بود. و پادشاه به برزیلای گفت تو با من بیا و من تو را در یروشلیم در تأمینات خود نگاه خواهم داشت. و برزیلای به پادشاه گفت ایام سالهای حیات من چقدر است که با پادشاه به یروشلیم بروم؟ من الحال 80 ساله هستم. آیا من می توانم نیک را از بد فرق کنم؟ آیا بنده طعم آنچه را که می خورم و می نوشم می تواند حس نماید؟ آیا باز آواز مغنیان و مغنیگان را می توانم بشنوم؟ پس چرا بنده‌ات باز به آقایم پادشاه گرانی کند؟ باز اندک بنده‌ات با پادشاه از اردن عبور خواهد کرد و چرا پادشاه به من چنین پاداش دهد؟ و بنده خود اذن بده که برگردد تا که در شهر خود نزد مقبره پدر و مادر خود بمیرم. و اینک بنده‌ات کیمهام با آقایم پادشاه برود و هرچی در نظرت پسند آید با وی به عمل آور. و پادشاه گفت بگذار کیمهام با من آید و آنچه در نظر تو پسند باشد من برای وی به عمل خواهم آورد و هرچی از من طلب نمایی برای تو به جا خواهم آورد. و تمام قوم از اردن عبور کردند و پادشاه عبور نمود. و پادشاه برزیلای را بوسید و او را برکت داد و او به مکان خود برگشت. و پادشاه به جلجال روانه شده و کیمهام با او رفت. و تمام قوم یهودا پادشاه را گسیلانیدند و نصف قوم اسرائیل نیز. و اینک تمام مردم اسرائیل نزد پادشاه آمدند و به پادشاه گفتند از چه سبب برادران ما مردم یهودا تو را دزدیدند و پادشاه و خاندانش را از اردن گذرانیدند در صورتی که همه آدمان داوود با او بودند؟ و تمام مردم یهودا به مردم اسرائیل جواب گردانیدند از آن سبب که پادشاه خویشاوند ماست، پس چرا این شما را به خشم آورده است؟ آیا ما چیزی از سفره پادشاه خورده ایم؟ آیا این عام از او به ما رسیده است؟ و مردم اسرائیل به مردم یهودا جواب گردانیده گفتند ما را در پادشاه 10 حصه است، در داوود نیز حصه ما نظر به شما بیشتر است. پس چرا ما را خوار داشتید؟ و آیا ما درباره برگردانیدن پادشاه خود اولین شده سخن نراندیم؟ ولیکن سخن مردم یهودا از سخن مردم اسرائیل سخت‌تر بود. کتاب دوم پادشاهان باب 20. شورش شابه. از قضا در آنجا مردی نابکاری بود که بنیامینی بوده، شابه ابن بکری نام داشت و او شاخ نواخته گفت
ما را در داوود حصه نیست و در پسر یسوع ما را نصیب نیست. هر یک به خیمه خود بروید ای اسرائیل. و تمام مردم اسرائیل از داوود جدا شده از پی شابه ابن بکری رفتند، ولی مردم یهودا پادشاه خود را از اردن تا یروشلیم همراهی کردند. و داوود به خانه خود به یروشلیم آمد و پادشاه 10 زن سوریه را که برای نگهبانی خانه مانده بود گرفت و آنها را در بندیخانه جای داد و آنها را در تعینات خود نگاه می داشت، ولی نزد آنها داخل نمی شد و آنها تا وقت مماتشان در حالت زنده بیوگی بندی بودند. یوآب اماسا را می کشد. و پادشاه به اماسا گفت مردم یهودا را در ظرف 3 روز نزد من دعوت نما و خودت در اینجا حاضر شو. و اماسا رفت تا که اهل یهودا را دعوت نماید، ولی از مهلتی که برایش مقرر کرده شده بود درنگ کرد. و داوود به ابیشای گفت الحال شابه ابن بکری به ما بیشتر از ابشالوم آسیب خواهد رسانید. تو نفکران آقایت را گرفته و را تعقیب نما، مبادا وی برای خود شهرهای حصاردار پیدا کرده از پیش نظر ما پنهان شود. و آدمان یوآب و کریتیان و فلیتیان و همه پهلوانان از پی او بیرون رفتند و آنها از یروشلیم بیرون رفتند تا که شابه ابن بکری را تعقیب نمایند. وقتی که آنها به سنگ بزرگی که در جبعون است رسیدند، اماسا از پیششان برآمد و یوآب لباس حربی در بر داشت و بر آن تسمه شمشیر غلافدار بر کمرش بسته شده بود. و هنگامی که او بیرون آمد شمشیر از غلاف افتاد. و یوآب به اماسا گفت آیا تو سلامت هستی برادرم؟ و یوآب با دست راستش ریش اماسا را گرفت تا که او را بوسه کند. و اماسا از شمشیری که در دست یوآب بود احتیاط نشد و آن را وی به شکم او زد و امعایش بر زمین ریخت و او را دوباره نزد و او مرد. و یوآب و برادرش ابیشای شابه ابن بکری را تعقیب کردند. و یکی از نوکران یوآب نزد مرده ایستاده می گفت هر کی یوآب را خواهان است و هر کی به داوود صادق است از پی یوآب برود. و اماسا در میان راه به خون جولیده جان میکند. و آن نفکر دید که تمام قوم می ایستند، بنابراین اماسا را از میان راه به طرف صحرا کشیده برد و لباس بر او پرتافت، زیرا دید که هر کی از پیش او گذرد می ایستد. فرونشانی شورش شابه. اما وقتی که او از میان راه دور کرده شد، همه از پی یوآب رفتند تا که شابه ابن بکری را تعقیب نمایند. و او از همه سبطهای اسرائیل تا آبیل بیت معکا و همه بیریان گذشته بود و اینها نیز از پی او می رفتند. ولی آنها آمده او را در آبیل بیت معکا محاصره کردند و خاک توده پیش شهر برپا نمودند که آن تا به سر حصار رسید و تمام قومی که با یوآب بودند حصار را ویران می کردند تا که آن را افشانند. و زنی عاقله از شهر فریاد کشید بشنوید بشنوید، لطفاً به یوآب بگویید و اینجا نزدیک آی تا که من با تو سخن گویم. و او نزد وی آمد و زن گفت آیا تو یوآب هستی؟ و او گفت من هستم. و به او گفت سخنان کنیزت را بشنو. و او گفت من میشنوم. وی سخن رانده گفت پیشتر چنین می گفتند در آبیل می باید مشورت پرسید و هر مسئله را به همین طریق حل می کردند. من صلحجو و امین اسرائیل هستم. تو می خواهی شهری را که مادر شهرهاست در اسرائیل خراب کنی. برای چی تو را لازم است که ملک خداوند را محو نمایی؟ و یوآب جواب گردانیده گفت حاشا و کلا که من خراب کنم یا محو نمایم. اصلی مسئله چنین نیست، بلکه شخصی از کوه افرایم که شابه ابن بکری نام دارد و پادشاه داوود دستی تهدید دراز کرده است. او را تنها بسپارید و من از شهر عقیب خواهم گشت. و زن به یوآب گفت اینک سر او از بالای حصار نزد تو پرتافته خواهد شد. و زن با نطق عاقلانه خود نزد تمام قوم آمد
و آنها سری شابه ابن بکری را از تن جدا کرده نزد یوآب پرتافتند و او شاخ نواخت و همه از پیش شهر هر یک سوی خیمه خود پهن شده رفتند و یوآب به یروشلیم نزد پادشاه برگشت و یوآب سرداری تمام لشکری اسرائیل بود و بنایا ابن یهویادا سرداری کریتیان و فلیتیان و ادورام سرداری باج و خراج و یهوشافات ابن اهیلود و قای نویس و شیوا کاتب و صادوق و ابیاتار کاهنان و ایرای یائیری نیز نزد داوود کاهن بود. کتاب دوم پادشاهان باب 21. قحطی 3 سال دوام میکند و در ایام داوود 3 سال از پی سال قحطی شد و داوود از خداوند پرسید و خداوند گفت این از باعث شاول و خاندان خونریز اوست، از باعث آن است که او جبعونیان را کشته است. و پادشاه جبعونیان را دعوت نموده با آنها سخن راند. ولیکن جبعونیان از بنی اسرائیل نه، بلکه از بقیه اموریان بودند و بنی اسرائیل با آنها قسم خورده بودند. اما شاول از رشکی که برای بنی اسرائیل و یهودا داشت میخواست آنها را نیست و نابود کند. و داوود به جبعونیان گفت برای شما چی کار کنم و با چی گونه تدبیر کفارت نمایم تا که شما ملک خداوند را برکت دهید. و جبعونیان به او گفتند از شاول و خاندانش نقره و طلا طلب نداریم و ما را لازم نیست که کسی در اسرائیل کشته شود. و او گفت هرچی شما بگوید برایتان خواهم کرد. و آنها به پادشاه گفتند آن کسی که ما را نیست و نابود میکرد و در حق ما نیت داشت که ما را محو نماید تا که در تمام حدود اسرائیل کسی از ما باقی نماند، بگذار 7 نفر از فرزندان وی به ما سپرده شوند و ما آنها را برای خداوند در جبعای شاول که گزین خداوند بود به دار خواهیم کشید. و پادشاه گفت من آنها را خواهم سپرد. ولی پادشاه به مفیبوشت ابن یوناتان ابن شاول رحم کرد به خاطر قسم خداوند که در میان آنها یعنی در میان داوود و یوناتان ابن شاول بود. و پادشاه ارمونی و مفیبوشت 2 پسر رسوا بنت ایار را که برای شاول زاییده بود و 5 پسر میرب بنت شاول را که برای ادریئیل ابن برزیلای محولاتی زاییده بود گرفت و آنها را به دست جبعونیان سپرد و آنها را بر کوه به حضور خداوند به دار کشیدند و این 7 نفر یک جایه افتادند و آنها در روزهای اولی درو در ابتدای درو جو کشته شدند. و رسوا بنت ایاب پلاس گرفته آن را از ابتدای درو برای خود بر صخره گسترانید و تا وقتی که آب بر آنها از آسمان ریخت نگذاشت که مرغان هوا روزانه و حیوانات صحرا شبانه بر آنها فرود آیند. و به داوود از آنچه رسوا بنت ایا سوریه شاول کرده بود خبر دادند. و داوود رفته استخوان‌های شاول و استخوان‌های پسر او یوناتان را از ساکنان یابیش گلعاد گرفت. آنها آن استخوان‌ها را از میدان بیتشان دزدیده بودند که در آنجا فلیشتیان آنها را به دار کشیده بودند در روزی که فلیشتیان شاول را در جلبوعه کشته بودند. و او از آنجا استخوان‌های شاول و استخوان‌های پسر او یوناتان را آورد و استخوان‌های آنهایی را که به دار کشیده شده بودند جمع کردند. و استخوان‌های شاول و پسر او یوناتان را در زمین بنیامین در سیلا در مقبره پدرش قیش دفن کردند و هرچی را که پادشاه امر فرموده بود به جا آوردند. و بعد از آن خدا بر زمین مرحمت نمود. جنگ با فلیشتیان. و باز فلیشتیان با اسرائیل جنگ کردند و داوود با نفکرانش فرود آمده با فلیشتیان جنگیدند و داوود مانده شد. و یشبی نوبی که از اولاد رافا بود و وزن نیزه‌اش 300 ثقل مس بود و شمشیر نو بر کمر داشت خواست که داوود را بکشد. ولی ابیشای ابن سرویا به او یاوری نمود و فلیشتی را زده کشت. آنگاه آدمان داوود قسم خورده به او گفتند دیگر با ما به جنگ نخواهی برآمد
تا که چراغ اسرائیل را خاموش نکنی. و بعد از آن باز جنگ با فلیشتیان در جوب روی داد. آن وقت سیبکای هوشاتی صفرا که از اولاد رافا بود کشت. و باز جنگ با فلیشتیان در جوب روی داد. و الحانان ابن یعری اورجیم بیت لحمی جالیات جدی را کشت که دسته نیزه‌اش مثل نورد نساجان بود. و باز جنگ در جد روی داد. و مردی بزرگجثه بود که دست و پایهایش هر یک 6 انگشت داشت. جمع 24 تا. وی نیز از اولاد رافا بود. و هنگامی که وی اسرائیل را دشنا می‌داد، یوناتان ابن شمعا برادر داوود را کشت. این 4 نفر برای رافا در جد زاییده شده بودند و از دست داوود و نفکرانش فرو غلطیدند. کتاب دوم پادشاهان باب 22. مدحیه داوود به مناسبت رها شدنش از دشمنان. و داوود در روزی که خداوند او را از دست همه دشمنانش و از دست شاول رها کرد، سخنان این سرود را برای خداوند به زبان راند و گفت: خداوند صخره من و قلعه من و رها کننده من است. خدا کوهپاره من است که به وی پناه میبرم. سپر من و شاخ نجات من است، پناهگاه و گریزگاه من است. ای نجات دهنده من، تو مرا از ظلم خلاصی میدهی. خداوند ممدوح را میخوانم و از دشمنانم خلاصی مییابم. وقتی که موجهای مماد مرا فرا گرفت، سیلهای هلاکت مرا به هراس انداخت. اذیت‌های گور مرا احاطه نمود و دامهای مماد از پیشم برآمد. در تنگی خود خداوند را خواندم و خدای خود را دعوت نمودم و او از قصر خود آواز مرا شنید و استغاثه من به گوشش رسید. و زمین به هیجان و لرزه آمد، اساسهای آسمان لرزیده به جنبش آمد، زیرا که او در غضب شد. دود از دماغ او برآمد و آتش عالمسوز از دهان او. اخگرها از او افروخته می شد و او آسمان را خم کرده فرود آمد و میغ سیر پایهایش بود. و بر کروبی سوار شده پرواز نمود و بر بالهای باد نمایان شد. و گرداگرد خود ظلمات را مثل چادر گسترانید و مجموع آبهای ابرهای آسمان را. از درخشی که از حضور او بیرون می آمد، اخگرهای آتش افروخته می شد. خداوند از آسمان گلدراز زد و حق تعالی آواز خود را برآورد. و تیرها فرستاده آنها را پراکنده کرد و برق افکنده آنها را آشفته ساخت و مجراهای آب نمایان گردید و اساسهای کائنات آشکار شد از عتاب خداوند، از وزش باد غضب او. از افراز فرستاده مرا گرفت، عذابهای بسیار مرا کشیده برآورد. مرا از دشمنی زورآورم خلاصی داد و از بدخواهانم که از من قوی‌تر بودند. آنها در روز مصیبتم از پیشم برآمدند، ولی خداوند تکیهگاه من بود. و مرا به فراخی برآورد، مرا خلاصی داد، زیرا که او مرا دوست می دارد. خداوند به من موافق عدالتم پاداش می دهد. موافق پاکی دستهایم مرا مکافات می نماید. زیرا که من طریقهای خداوند را رعایت کردم و از خدای خود شریرانه نگشتم. چون که تمام احکام او پیش نظر من است و از فرایض او من دور نشدم. من به حضور او بی عیب بودم و از معصیت‌ها خودداری کردم. و خداوند مرا موافق عدالتم مکافات نمود و موافق پاکی که پیش نظر او داشتم. با احسانکار تو احسانکاری میکنی، با مردی راستکار راستکاری می نمایی، با پاکدل تو پاکدلانه رفتار میکنی و با کجکار موافق کجکاری وی. و مردم شکست نفس را تو نجات میدهی و با نگاه چشمان خود مغروران را ذلیل میگردانی. و یقین تو چراغ من هستی ای خداوند، و خداوند ظلمات مرا به روشنایی تبدیل می دهد. و یقین با تو من بر فوج تاخت می آورم. با خدای خود من از حصار جسته می گذرم.
طریق خدا راست است، کلام خداوند امین است و او برای همه آنهایی که به او پناه میبرند سپر است. زیرا کیست خدا غیر از خداوند و کیست کوهپاره غیر از خدای ما؟ خدا قلعه اقتدار من است و طریق مرا راست می کند. پایهای مرا مثل پای گوزنها می گرداند و بر بلندی هایم مرا می گذارد. دستهای مرا به هر بزرگ آموخته می کند و کمانی میسین در بازوهایم می شکند. و سپر نجات خود را به من عطا نمودی و اجابت تو مرا سرافراز می سازد. قدمهای مرا در تگ من وسیع کردی و پایهایم نلغزید و دشمنانم را تعقیب می نمایم تا که آنها را نیست کنم و تا محو نشوند بر نمی گردم. و آنها را نیست کردم و ضربه زدم به طوری که دیگر نخواهند برخاست و آنها زیر پایهای من افتادند. و تو کمر مرا برای جنگ مستحکم بستی. آنهایی را که به ضد من قیام می کنند به زیر من تابع خواهی نمود. و دشمنانم را تو از پیش من گریزاندی و من عدویانم را نیست و نابود کردم. آنها مدد می طلبند ولی نجات دهنده نیست و خداوند روی می آورند ولی او آنها را اجابت نمی نماید. و من آنها را مثل غبار زمین گرد گرد می کنم، مثل لای کوچه ها پخش و پایمال می نمایم. و تو مرا از عصیان‌های قوم من خلاصی دادی. تو مرا محفوظ داشتی تا که سردار خلقها گردم. قومی که من نمی شناختم به من بندگی می کنند. اجنبیان پیش من تملق می نمایند. فقط آوازه مرا شنیده به من تابع می شوند. اجنبیان پژمرده خواهند شد و از استحکامات خود با ترس و بیم بیرون خواهند آمد. خداوند زنده است و کوهپاره من مبارک و خدای کوهپاره نجات من سرافراز باد. ای خدایی که انتقام مرا می گیری و قومها را به من تابع می نمایی و مرا از دشمنانم خلاصی می دهی و مرا از آنهایی که بر من قیام می کنند بلند می گردانی. تو مرا از شخص ظالم رهانیده ای. بنابراین من تو را ای خداوند در میان خلقها حمد خواهم گفت و اسم تو را ترنم خواهم نمود. او برج نجات است برای پادشاه خود و او به مسیح خود مرحمت می نماید، یعنی به داوود و نسل وی تا ابد. کتاب دوم پادشاهان باب 23. سخنان آخرین داوود. و این از سخنان آخرین داوود، وحی داوود ابن یسای، وحی مردی که بلند برداشته شد، یعنی مسیح خدای یعقوب و مغنی شیرین کلام اسرائیل. روح خدا در من سخن راند و کلام او بر زبان من است. خدای اسرائیل سخن راند، کوهپاره اسرائیل به من گفت: کسی که بر آدمان سلطنت میراند باید عادل باشد که با خدا ترسی سلطنت راند. و این مثل روشنایی صبح است وقتی که آفتاب طلوع می کند، یعنی وقتی که صبح به ابر است و از درخشانی بعد از باران میسه از زمین نیش زده می براید. آیا خانه من با خدا چنین نیست؟ او آخر عهد جاودانی با من بسته است که آن از هر جهت مرتب و مستحکم است. پس آیا تمام نجات مرا و تمام مراد مرا او به وجود نمی آورد؟ ولی نابکاران سراسر مثل خارها می باشند که دور انداخته می شوند، چون که آنها را به دست گرفتن ممکن نیست. و اگر کسی بخواهد به آنها دست رساند، باید با آهن و چوب دسته نیزه مسلح شود و آنها در مکان خود با آتش سوزانیده می شوند. همکاران پرشرف داوود. این است نامهای پهلوانانی که داوود داشت. آن که در مجلس حکیمان می نشست و سردار سیگانه بود، یعنی ادینو و اسنی که بر 800 نفر تاخت آورده همشان را در یک معرکه کشته بود. و بعد از وی العازار ابن دودو ابن اهوهی، یکی از آن 3 پهلوانانی که با داوود بودند، وقتی که فلیشتیان را به واسطه دشنامها اغوا کردند، آنها برای جنگ جمع شدند ولی مردم اسرائیل گریخته رفتند. آنگاه او برخاسته به فلیشتیان شکست رسانید و طوری که دستش خسته شد
و دستش به شمشیر چسبید و خداوند در آن روز غلبه بزرگ به عمل آورد و قوم از پی او فقط برای یغما کردن برگشتند. و بعد از او شما ابن آجی حراری وقتی که فلیشتیان در اردوگاه جمع آمدند، در جایی که قطعه صحرا پر از عدس بود، ولی قوم از پیش فلیشتیان گریخته رفتند. آنگاه او در میان آن قطعه ایستاده آن را حمایت نمود و به فلیشتیان شکست رسانید و خداوند غلبه بزرگ به عمل آورد. و 3 نفر از آن 30 سردار فرود آمده در وقتی درو نزد داوود به مغاره ادولام در آمدند و قشون فلیشتیان در وادی رفایم اردو زده بودند. و داوود آن وقت در قلعه بود و دسته فلیشتیان آن وقت در بیت لحم می ایستادند. و داوود اظهار آرزو نموده گفت: کاش که کسی مرا از چاهی که نزد دروازه بیت لحم است آب بنوشاند. و این 3 پهلوان اردوگاه فلیشتیان را رخنه کرده از چاهی که نزد دروازه بیت لحم است آب کشیدند و آن را برداشته نزد داوود آوردند، ولی او نخواست که آن را بنوشد و آن را همچون هدیه ریختنی برای خداوند ریخت. و گفت: آشا از ترس خداوند که من چنین عمل نمایم. آیا خون آن کسان را بنوشم که جان خود را در خطر گذاشته رفتند؟ و او نخواست که آن را بنوشد. چنین است کاری که این 3 پهلوان کردند. و ابیشای برادر یوآب ابن سرویا سردار 3 نفر بود و او بار نیزه خود را بر 300 کس برداشته همه‌شان را کشته بود و او در میان 3 نفر نامدار بود. از این 3 نفر او مکرمترین بوده سردار آنها گردیده بود، ولی به درجه آن 3 نفر نرسیده بود. و بنایا ابن یهویادا پسر مردی دلیر قبسئیلی که کارنمایی های زیادی کرده است، او 2 پهلوان موآبی را کشته بود و او فرود آمده شیر را اندرون چاه در روز برف کشته بود. و او مردی مصری را که نمودی بدهیبت داشت کشته بود، در صورتی که در دست آن مصری نیزه بود و او با تیاق نزد وی فرود آمده نیزه را از دست مصری ربود و او را با نیزه خودش کشت. چنین است کارهایی که بنایا ابن یهویادا کرده بود و او در میان آن 3 پهلوان نامدار بود. از 30 نفر او مکرمترین بود، ولی به درجه آن 3 نفر نرسیده بود. و داوود او را بر گروه پاسبانان شخصی خود تعیین نمود. اسائیل برادر یوآب در میان آن 30 نفر بود. الحانان ابن دودو از بیت لحم، شمای حرودی، الیقای حرودی، پالس فلتی، ایرا ابن ایقش تقوآگی، ابی ایزر انتوتی، مبونان هوشاتی، سلمون اهوهی، مهروی نتوفاتی، کلاب ابن بعنای نتوفاتی، یتای ابن ریبای از جبعای بنی بنیامین، بنایاهوی فرعاتونی، هدای از ملک جاعش، ابی البون ارباطی از ماویت برهومی، الیهبای شعلبونی از بنی یشین یوناتان، شمای حراری، اهیام ابن شرار اراری، الیفالد ابن احسبای ابن معکاتی، الیام ابن اهیتوفل جیلونی، اسرای کرمیلی، فعرای عربی، یجعال ابن ناتان از سوبا، بانی جادی، سالق امونی، نهرای بیروتی که سلاح بردار یوآب ابن سرویا بود، ایرای یتری، جارب یتری، اوریای هیتی، جمع 37 نفر بودند. کتاب دوم پادشاهان باب 24. غضب خداوند برای سرشماری قوم. و غضب خداوند باز بر اسرائیلیان علنگه زد و داوود را بر آنها برانگیخت تا بگوید: برو اسرائیل و یهودا را سرشماری نما. و پادشاه به سرلشکر خود یوآب که نزد او بود گفت: در تمام سبطهای اسرائیل از دان تا بیرشابه گردش کرده
قوم را سرشماری نمود تا که شماره قوم را بدانم. و یوآب به پادشاه گفت: بگذار خداوند خدای تو شماره قوم را از آن قدر که هست 100 برابر زیاد کند و چشمان آقایم پادشاه این را ببیند. پس چرا آقایم پادشاه این کار را خواهان است؟ ولی سخن پادشاه بر یوآب و سرداران سپاه غالب آمد. و یوآب با سرداران سپاه از پیش پادشاه بیرون رفتند تا که قوم اسرائیل را سرشماری کنند. و از اردن گذشته در اروئیر اردو زدند و از طرف راست شهر اندرون وادی جاد رو آورده به یعزیر آمدند و به جلعاد و به زمین تحتیم حاتشی رسیدند و به دان یعن آمدند و دور زده به سمت سیدون رفتند و به قلعه رو بروی سور و به همه شهرهای هیویان و کنعانیان آمدند و به جنوب یهودا برآمده تا بیرشابه رسیدند و تمامی زمین را طی نموده بعد از گذشتن 9 ماه و 20 روز به یروشلیم آمدند. و یوآب روی خط سرشماری قوم را به پادشاه پیشنهاد کرد. از اسرائیل 800,000 نفر جنگاوران شمشیرزن و از یهودا 500,000 نفر بودند. خداوند بر قوم وبا می‌فرستاد. و داوود بعد از آن که قوم را سرشماری نمود پشیمان شد. و داوود به خداوند گفت: با این کاری که کردم من بغایت گناهکار شدم و الحال ای خداوند از گناه بنده خود گذرایی نما، زیرا که بغایت بیعقلانه رفتار کردم. و داوود بامدادان برخاست و کلام خداوند بر جاد نبی که پیشبین داوود بود نازل شده گفت: رفته به داوود بگوی خداوند چنین میگوید: من 3 چیز را به تو تکلیف میکنم. یکی از آنها را برای خود انتخاب نما تا که بر تو به عمل آورم. و جاد نزد داوود آمد و به او خبر داده گفت: آیا 7 سال قحطی بر زمین تو بیاید یا 3 ماه از پیش دشمنانت بگریزی و آنها تو را تعقیب نمایند یا که 3 روز در زمین تو وبا روی دهد؟ الحال ملاحظه کرده قرار نما که من به فرستنده خود چه جواب برسانم. و داوود به جاد گفت: من در غایت تنگی هستم. بهتر است که به دست خداوند بیافتم، زیرا که مرحمت او بزرگ است، ولی به دست آدمی زاد نافتم. و خداوند بر اسرائیل از آن صبح تا وقت معین شده وبا فرستاد و از قوم از دان تا بیرشابه 70,000 نفر مردند. و فرشته دست خود را بر یروشلیم دراز کرد تا که آن را به هلاکت برساند، ولیکن خداوند از این آفت پشیمان شد و به فرشته که قوم را نابود میکرد گفت: بسنده است، اکنون دست خود را باز دار. و فرشته خداوند نزد خیمنگاه ارونا یبوسی بود. و هنگامی که داوود فرشته نابود کننده قوم را دید به خدا سخن رانده گفت: اینک من گناه کردم و من کجکاری نمودم، ولی این گوسفندان چی کردند؟ بگذار دست تو بر من و بر خاندان پدرم باشد. داوود خیمنگاه ارونا را می‌خرد. و جاد در آن روز نزد داوود آمده گفت: برآمده در خیمنگاه ارونا یبوسی قربانگاه برای خداوند برپا نما. و داوود بر طبق سخن جاد چنان که خداوند امر فرموده بود برآمد. و ارونا نظر انداخته پادشاه و نوکرانش را دید که در نزدیکی او گذر میکنند. و ارونا بیرون آمد و رو به زمین افتاده به پادشاه سجده بود. و ارونا گفت: برای چه آقایم پادشاه نزد بنده خود آمده است؟ و داوود گفت: برای آنکه خیمنگاه را از تو خریده قربانگاه برای خداوند برپا نمایم تا که وبا از قوم دور شود. و ارونا به داوود گفت: بگذار آقایم پادشاه آنچه را که در نظرش پسند آید گرفته قربانی کند. اینک گاوها برای قربانی سوختنی و غله کوبک‌ها و اسباب گاوها برای هیزم. همه این را ای پادشاه ارونا به پادشاه می‌دهد. و ارونا به پادشاه گفت: بگذار خداوند بر تو توجه نماید. و پادشاه به ارونا گفت: نه، بلکه از تو به قیمت پره آن خواهم خرید و برای خداوند خدای خود چیزی مفت را قربانی نخواهم کرد. و داوود خیمنگاه و گاوها را به 50 سیق نقره خرید.
و در آنجا داوود قربانگاه برای خداوند بنا کرده قربانی سوختنی و قربانی سلامتی آورد و خداوند به مملکت مرحمت نمود و وبا از اسرائیل دور شد.